Lektion 1 Grammatik. سلام و عرض ادب به نام خدا. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سرحال باشید، سرزنده و پر انرژی. میخوایم درس یک رو با همدیگه شروع کنیم، بریم تو دل کار، بهتر کنیم، ببینیم چه خبره و چی به چیه. لکسیون 1. نگران نباشید، اعداد رو توی همین درس یاد خواهید گرفت. اول از همه بریم ببینیم توی این درس قرار چی یاد بگیریم. یه لیست گرامرها یا سرتیترهایی که قراره توی این درس یاد بگیریم و با هم دیگه یه بار چک کنیم و آماده باشیم براش. اولین چیزی که توی آیه که اصلا توی زبان قرار یاد بگیرید ضمایر فاعلیه. شما برای جمله سازی ما میخوایم اصلا اول کار جمله سازی کنیم، میخوایم اصلا اول جمله ساختن، حرف زدن و نوشتن آلمانیمون رو شروع کنیم. پس اول از همه نیاز داریم به ضمیر فاعلی، من، تو، او، ما. اول از همه پس اینو یاد میگیریم. خب من ضمایر رو یاد گرفتم، بعدش چی؟ قطعا دومین چیزی که شما باید یاد بگیرید فعله. فعل ها رو میریم ما هم دیگه بشناسیم. فعل ها چی هستن؟ چه جوری هستن؟ حالت مصدرشون چیه؟ اگر بیان با زمان حالم شروع میکنیم، حالا گذشته و آینده رو خواهید. اگر بیان در زمان حال صرف بشون چه شکلی صرف میشن؟ اصلا داستان فعل، داستان جمله سازی، جایگاهشون تو جمله و در زبان آلمانی چطوریه؟ 95% افعال رو توی این بخش دوم بررسی میکنیم، ولی خب طبیعتا هر زبانی یه سری فعل استثنا هم داره. یکی از همون فعل های استثنا که فعل زاین هست، رفقایی که تازه اومدن و تلفظ یاد گرفتن دقت کنن، اس با حرف صدادار صدای ز میداد، ای آی هم صدای آی میداد. احسن، فعل زاین هست چون صرفش استثنایی و کاربرد زیاد، بعدش این آشنا میشه. پس توی بخش دوم و سوم با اصول افعال و جمله سازی در آلمانی آشنا میشیم. خب بعدش چیه؟ بعدش نوبت حرف اضافه است. دقت کنید، هر اسمی، هر اسم، بهتر بگیم هر واژه‌ای در زبان آلمانی سه تا حالت داره. اکثر زبان‌ها همینه، اصلا غیر از این سه حالت خارج نیست. یا اسم، این که میگیم اسم یعنی حالا میتونه اسم، میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول باشه، ولی خب یه اسم دیگه. یا فعل یا حرفه. پس حرف اضافه که ما تا آخر چی بگم، تا آخر خود بدو باهاش درگیری داریم، کیف میکنیم، درگیری مثبت ها، و لذت میبریم و قرار به دردمون بخوره. استارتش از همینجا میخوره. دو سه تا حرف اضافه مهم و به درد بخور که جمله سازیمون رو قرار تکمیل کنه یاد میگیریم. بخش پنجم چیه؟ جملات پرسشی. توی 4 بخش اول ما یاد گرفتیم که چجوری جمله بسازیم، اصلا حرف زدن یاد گرفتیم. صحبت کردنمون اوکی شده، من جمله ساختم، حرف زدم، فعل آوردم، صرف کردم، کیف کردم. حالا تو بخش پنجم یاد میگیرم چجوری سوال کنم و چجوری یه سوال رو جواب بدم. یعنی اصلا دیالوگ شکل میگیره. ما تو همین بخش گرامر، هنوز جای دیگه نرفتیم، تو همین بخش گرامر دیالوگ و حرف زدن و لذت بردن و کیف کردن از زبان رو قرار شروع کنیم. بخش پنجم چیه؟ جملات پرسشی و پاسخش. ششمی، بخش ششمی که تو زبان باهاش سر و کار داریم چیه داستانش؟ جنسیت اسامی. اینو نمیگم، فقط تیترش تو ذهنتون بمونه، میخوام حالت سورپرایز تور باشه، چون این بخش زبان آلمانی با بقیه متفاوته. تو انگلیسی همچین چیزی نبوده. نمیگم چیه، به موقعش میریم سراغش. و بخش هفتم هم اعداد. ما در درس یک از جمله سازی شروع کرده به جملات پرسشی و پاسخ دادن بهش میرسیم و در نهایت با عددها، اعداد 1 تا 10 ها امروز میخونید، بقیهش رو توی درس دوم یاد میگیریم. با یک شمه کوچک، با یک شروع از اعدادم ادامه میدیم. پایان این درس جمله سازی، حرف زدن و اصلا کیف کردن از زبان شروع شده. پس کمربندا رو محکم ببندید، میخوایم بریم توی کار و بهتر کنیم. با بخش اولم شروع میکنیم. بزن بریم. خب بخش اول ضمایر فاعلی. بریم ببینیم چی به چی. این تیتر ضمایر فاعلی خود تیتر نچسبه. همین الان بچه‌ها یه چیزو جا بندازم. زبان آلمانی زبان چارچوبمندیه، زبان ساختارمندیه، ولی
از همین الان در عین اینکه میخوایم در این ساختارها حرکت کنیم، جمله بسازیم، حرف بزنیم، کیف کنیم، نمیخوایم خودمون رو درگیر تیترهای الکی، اسمای عجیب غریب، مثلا جلوتر میخونید ماضی بعید، ماضی ایکس پلاس، نه اصلا ما این ضمایر فاعلی، ضمایر ملکی، این تیترها خوبن، یادم میگیریم، ولی نمیخوایم تو این چارچوبا خودمون رو چی میگم حبس کنیم. میخوایم راحت کار پیش ببریم. تیترش هم میگیم اسم بخش چی شد، ضمایر فاعلی، اما همیشه میایم یه حالت ساده ترش هم بیان میکنیم، خودمونیش همیناست دیگه. ضمایر فاعلی به فارسی خودمونیش همینه، من، تو، او، ما، شما، همینا. میخوایم معادل آلمانی اینا رو یاد بگیریم. معادل من چی میشه؟ تو، او، ما، شما، آنها. میخوایم معادلاشو با آلمانی یاد بگیریم. منتها قبل از اینکه بریم یاد بگیریم یه نکته رو جا بندازیم. اینجا من چرا اومدم ضمیر یه شما دیگه هم جدا کردم؟ دلیل داشتیم. الان میریم میبینیم چی. ببینید واژه شما، این خیلی دقت کنید، الان با مثال جا میفته، ولی الان واژه شما در زبان فارسی دو تا کاربرد داره. یک، کاربرد اولش جاییه که مخاطب ما چند نفر هستن. چند نفرن؟ من رفتم توی کلاسی، بچه‌ها شما دیر اومدید، اصلا سوال میپرسم شما کجا زندگی میکنید؟ ببین مخاطب 4 نفر، 3 نفر، 2 نفر، یا از یه نفر بیشتر، یا 3 نفر، 10 نفر، از یه نفر بیشتر، هر تعدادی باشه مخاطب منن و چند نفرن. شما کجا زندگی میکنید؟ شما از کجا میایید؟ چرا دیر اومدید؟ این میشه شما. یه کاربرد دیگهش کجاه؟ زمانی که مخاطب من یک نفره اما دارم باهاش محترمانه صحبت میکنم. تو خودمونی، کجا زندگی میکنی؟ اسمت چیه؟ اما اگر بخوام با اون آدم محترمانه حرف بزنم چی میگم؟ کجا زندگی میکنید؟ اسمتون چیه؟ اوکی. خب چرا دارم توضیح میدم؟ که واژه فارسیش که بلدیم، زبون مادریمونه. نه دلیل دارم براش. واژه شما در زبان فارسی دو تا کاربرد دارد. یک، مخاطب قرار دادن چند نفر. دو، مخاطب قرار دادن یک نفر اما محترمانه. ما تو فارسی این دو کاربرد هر دو رو برای شما میگیم، اما زبان آلمانی داستانش فرق داره. میخوام مفهومش رو یاد بگیری. اونجا اگر بخوان مخاطب و چند نفر رو مخاطب قرار بدن یه ضمیر داره، اگر بخوان یک نفر رو محترمانه مخاطب قرار بدن یک ضمیر دیگری داره. حواستو جمع کنی ها، این مهمه. الان میریم تو مثال، میبینی، یاد میگیری، فول میشی، اوکی میشی، اما الان اولش مفهومش اوکی بشه، مفهومش جا بیفته که ما تو فارسی یک واژه شما داریم برای دو کاربرد، هم چند نفر مخاطب قرار دادن، هم یک نفر. اما در آلمانی این قضیه متفاوت می باشد. نقطه سر خط. اگر اونا بخوان چند نفر رو مخاطب قرار بدن یک کاربرد داره، یعنی یه واژه براش به کار میبرن، اینجوری بگیم. اگر بخوان یک نفر رو محترمانه مخاطب قرار بدن یک واژه دیگه ای داره که الان میخوایم باهاش آشنا بشیم. یه نفس بگیر، بریم یه ویدیو ببینیم. تو اون ویدیوها یه بار شکل و شمایل رو ببین، یه ویدیو ببینیم، بعدش برمیگردیم با همدیگه صحبت میکنیم. اوکی؟ بریم سر ویدیو ببینیم چه خبره. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, wie. حالا میخوایم اینجا بریم سراغ، با هم بررسیش هم بکنیم. اونجا شکل و شمایلش رو دیدید، یه نگاهی انداختید کلیتشون رو. بریم اینجا با هم دیگه بریم اصلا چی بود اینایی که دیدیم، به چه درد میخورد، چی جوری بود داستانش. اولین ضمیر من، ضمیر ایش رو دیدیم با هم دیگه. تلفظ دقت کن، یادتونه تو حروف چی گفتیم؟ سه ها با هم دیگه صدای ش میدن. ایش شه من. تو، دو. او چی بود؟ سه تا او داشتیم. ا، زی، اس. چرا؟ اوی مذکر، یعنی اگه بخوای یک مذکر خطاب بکنی میشه ار، شبیه هی انگلیسی ها. اوی مؤنث میشه زی، شبیه شی که انگلیسی ها میگن.
و اس اوی خنثاه. بعدن الان خب تو ذهن الان فعلا کلیت یاد گرفتیم و تو ذهنتون هستش چیه؟ بله، من اگه بخوام یک شخص مذکری رو او قرار بدم میگم ار، اگه بخوام یک شخص مؤنثی رو او قرار بدم میگم زی، و اگر بخوام یک شی مثلا اشیا رو خطاب قرار بدم میگم اس. اینو تو ذهنتون داشته باشید. ولی در بخش ششم که بریم جنسیت ها رو بخونیم، جنسیت اسامی که تو آلمانی جدیده و با جای دیگه متفاوته، میفهمید که خیر، به همین آسونی ها نیست. این که یک آدم، یک آقا، یک انسان مذکر میشود ار، بله. این که یک خانوم یا مثلا یک انسان مؤنث، دختر، هر چیزی زی باید خطاب بشه، اوکی. منتها داستان اس خنثی به همه اشیا نمیخوره. این رو توی بخش جنسیت آشنا میشید، ولی کلیت واضحه. ار اوی مذکر 600 بار همین الان گفتم. ار اوی مذکر، زی مؤنث و اس برای خنثی. بعدی چی بود؟ ما میشه ویا. ویر نخونید، همین الان تو ویدیو هم دیدید. ویا میشه ما. شما چی میشه؟ ایا. این کدومه؟ این همون شماهای دیگه. مخاطب چند نفرن مخاطب من؟ و آنها و شمای محترمانه، یا البته شمای محترمانه بگیم توی محترمانه، و توی محترمانه میشود زی. این اون نکته هستش که الان مهمه. چی شد؟ یه بار دقت کنیم با هم دیگه، مهمه. ما چی گفتیم؟ گفتیم یه دو داریم که میشه تو، واضحه. دو میشد تو. حالا من اگر بخوام این تو رو محترمانه بگم چی باید بگم؟ توی محترمانه. توی محترمانه. تو فارسی چی میگیم؟ میگیم شما. به آلمانی چی میشه؟ میشه زی. اینا هاشش. حالا اگر چند نفر جلوم باشن، مخاطب من چند نفر هستن، چی؟ ایا. ایا رو ما چی میگیم تو فارسی؟ میگیم شماها، یا همون شما. حالا شماها میمیسن تا قشنگ مشخص باشه براتون که چند نفر هستن. ببین یه بار دقت کن. دو میشه تو. همین تو رو بخوام محترمانش کنم، تو فارسی میگم شما، میشه زی. و اگر مخاطب من چند نفر باشن میشود ایا. این همون نکته بودش که 2 دقیقه پیش گفته بودم. ما تو فارسی چه بخوایم بگیم توی محترمانه، چه بخوایم چند نفر خطاب قرار بدیم، میگیم شما. ولی این دوتا ضمیرش در آلمانی متفاوت میباشد. توی محترمانه میشه زی، شما مخاطب چند نفر میشود ایا. بازم مثال خواهیم دید بیشتر جا میفته، ولی دیگه الان فکر کنم یاد گرفتید. حالا نکته چیه؟ آنها هم میشود زی. بیا اینور. پس 3 تا زی داریم. یک زی میشود اوی مؤنث، یک زی میشود آنها، یک زی دیگه هم میشود توی محترمانه، یا همون شما. تو فارسی میگیم شما. 3 تا هم زی داریم. فرقاشون از کجا بفهمیم؟ الان میریم میبینیم که توی صرف فعل تفاوت وجود داره. چرا آنها و شما رو با هم دیگه آوردی؟ چون این دوتا رو الان باز خواهید دید، این دوتا همیشه صرفشون عین همه. چه صرف مفعولیشون در درس آینده میبینید، چه صرف فعلشون همین درس میبینید. چون همه چیشون عین هم هستش با هم دیگه آوردیم. خب از کجا فرقشون رو بفهمیم که اینجا منظور آنها یا منظور شماه؟ چجوری بفهمیم؟ توی معنی حالا مشخص میشه دیگه، اینجا که منظور شما خطاب قرار توی آنها. توی معنی و جمله باید، توی اون مثلا متن باید، توی اون جایگاه باید فهمید. یه بار دیگه مرور کنیم با هم دیگه، یه بار دیگه مرور کنیم. ببین پس از این ور ببین، ما 3 تا زی داریم تو زبان آلمانی. یک زی یعنی اوی مؤنث، یک زی یعنی آنها، و یه دونه زی هم یعنی شما. شما چی یعنی چی شما؟ یعنی یه نفر ولی داری با محترمانه خطابش میکنی. اسمتون چیه؟ کجا زندگی میکنید؟ یه نفر دارم محترمانه خطابش. اینم میشه زی. حالا بیا اینور. تو میشه دو. توی محترمان شما الان گفتیم زی. و اگر مخاطب من چند نفر باشند، 5 نفر جلو من، 4 نفر جلو من، میشود ایا. جا افتاد؟ همین اگر جا نیفتاد یه بار دیگه همین تیکر ریویو کن، بزن عقب، 1 دقیقه بزن عقب، 2 دقیقه بزن عقب، دوباره نگاه کن. و بازم جا نیفتاد، الان میریم مثال میبینیم، خوشگل جا میفته. اما این از بخش ضمیرها. ایش، دو، ار، زی، اس، ویا،
یا زی سی. اینا میشن کل ضمایر فاعلی در زبان آلمانی. بریم بخش بعد، فعل رو شروع کنیم. صرف فعل رو ببینیم. صرف فعل را که شروع کنیم این ضمایرم بهترتر براتون جا میفته. بزن. خب و اما بخش دوم. الان با ضمیرها آشنا شدید، شناختیمشون. حالا بعضی رو شاید حفظ شده باشید، بعضی تو ذهنتون مونده، بعضیش ممکن ابهام بوده باشه، اما کلیت رو یاد گرفتیم. ایش، دو، ویا. حالا وقت فعله. بریم با فعل ها آشنا بشیم و جمله سازی شروع کنیم. آقا یا خانم، حالا فرقی نداره. 2 دقیقه دیگه جمله ساختیم، کیف کردیم، پس انرژی ها بالا. بریم جمله بسازیم ببینیم چجوری داستان جمله سازی چه شکلی، اصلا فعل چجوری میشه داستانش. برای جمله سازی ما اول نیازه با مصدر افعال آشنا بشیم. مصدر یعنی چی؟ تو فارسی به چیا میگیم مصدر؟ به حالت خام فعل. حالت خام که بگیم حالتی که هنوز صرف نشده. فارسی هم همینه. تو فارسی چیه مصدرمون؟ رفتن، اومدن، خوردن، دیدن، گفتن، بازی کردن، شنیدن، پوشیدن، نوشیدن، چشیدن، بویدن. ببین اینا همه چی هم حالت خامن. وقتی زمین میذاریم عوض میشه. حالا من مینوشم، فعل نوشیدنه، من مینوشم. رفتن، من میروم. آوردن، خریدن، همشون فعلن دیگه، همشون فعل‌های مصدرن. ما این مصدر تو فارسی باید مصدرها در زبان آلمانی رو هم بشناسیم، بعد بریم سراغ صرفش. صرف که نه، صرف کردنش. مصدرها تو زبان آلمانی چی جورین؟ با en هستن. یعنی چی؟ مثال این چند تا فعل رو نگاه کنید، دوزاریای شریف خوشگل بیفته. ببینید اول تلفظاشو. kommen، gehen، fahren، machen، wohnen. اوکی؟ همشون ببین آخرش اینه. حالا معنیاش چیه؟ از آخر ببین. wohnen یعنی زندگی کردن. حواستون باشه wohnen نیست. ما میبینیم در سطح B2 دارن تموم میکنن زبان آموز، اما هنوز میگه wohnen. غلطه. ما گفتیم چه زمانی صدا میده؟ زمانی که دو طرفش، اصلا چه زمانی تلفظ میده صدا ه میده؟ زمانی که دو طرفش حرف صدا دار باشه. یه طرف باشه قبول نیست. وونن. وقتی دو طرفش حرف صدا دار نیست، حرف ها کأنم یکن، انگار هرگز نبوده است، تموم شد و رفت، اصلا وجود نداشت، انگار. وونن میشه زندگی کردن. ماخن، سه باها، بعضی جا صدای سه ها، بعضی جا صدای ش میده، بعضی جا خ. ماخن انجام دادن. فاغن نیست. فاغن رفتن با ماشین، با یه وسیله نقلیه میگن فاغن. گیهین. ببین اینجا ها تلفظ میشه چون دو طرفش حرف صدا داره. گیهین این هم میشه رفتن. کومن اومدن. ببین معنی ها رو دیدی؟ اومدن، رفتن، انجام دادن، زندگی کردن. هر فعل دیگه هم بیا، فعل جدیدتر میخوای باشه بیا با هم دیگه مثال دیگه میزنیم، مشکل نداریم که. هرن شنیدن، کافن خریدن، شپیلن اسپاپی حرف اول جمله صدای اول کلمه صدای شمیده. شپیلن بازی کردن. ببین دیدی؟ یکی دیگه شپرشن صحبت کردن. زیهن دیدن. زاگن گفتن. اسن خوردن. ترینکن نوشیدن. ببین من حرف 97% افعال 2% استثنا آشنا میشیم. 97% افعال تو همین فرم، یعنی همشون حالت مصدریشون معلوم مصدر ای ان داره. همین الان دیکشنری باز کن، هر چیز بگو بازی کردم ببین چی میاره برات. اشپیلن. هر فعل دیگه که دوست داری. تراگن پوشیدن. ببین همشون همینن. همه 97% افعال. این 2% استثنایی که آشنا میشه. اینا حالت مصدرشونه. دیدی؟ حالت خامشه. میخوایم حالا مصدر رو شناختیم، اوکی، من میخوام حالا جمله بسازم. برای جمله ببین تو فارسی چیکار میکنیم؟ تو فارسی فعل من هست آمدن، اما من میام آمدن رو صرف میکنم. حالا من میآیم، تو میآیی. اوکی، همین کار عیناً تو آلمانی اتفاق میفته. الان میخوایم ببینیم با هم دیگه. حالت مصدری رو شناختیم، میبینیم حالا من چجوری از این آمدن من میآیم بسازم، چطوری از حقوق گوش کردن تو گوش میکنی بسازم. میخوایم اینو بریم یاد بگیریم. بریم حالشو ببریم.
4 مرحله داره، پله پله با هم دیگه پیش میریم. مرحله اول حذف این. نشونه مصدر چی بود؟ این بود. حذف می شود. مثلا من میخواهم برای فعل کمن جمله سازی رو شروع کنم. کمن چی میشه؟ آمدن. مرحله 1 با اینش خداحافظی میکنم. چی میشه؟ کم. به یک تیکه خام رسیدم، به یه چیز همینجوری این حذف شده رسیدم. بیایم با هم دیگه بچه‌ها برای فعل‌های دیگه هم بریم. برای فعل هوگن چی میشه؟ هر. مرحله 1 رو روش انجام بدم. برای فعل کاوفن خریدن چی میشه؟ کاوف. برای فعل گیهین چی میشه؟ گه. بله درسته، نترس. آره همینه. برای فعل تراگن چی میشه؟ تراگ. درسته. احسنت. برای همه حرف همونایی که همین اسلاید قبل گفتیم، همه اونا همینجا جوابه. هر چی گفته بودیم. فعل وونن چی میشه؟ وون. درسته. این حذف. تمام. مرحله 2 پسوند اضافه. ببین ضمایر فاعلی که دیدیم، شما فاعلتون هر چی باشه، من، تو، او، ما، او، شما، آن، هر چی باشه یک پسوند مخصوص خودشو داره که اگر 30 ثانیه دندون رو جیگر بذارین میشناسیمشون همین الان با هم دیگه. ولی مسیر رو اول یاد بگیریم. این حذف. حالا اون پسوند با توجه به فاعلم اگر ایشه یه چیز، اگر دوه یه چیز، اگر اره یه چیز، اون پسوند اضافه. مرحله 1 حذف این. مرحله 2 جاگذاری پسوند. مرحله سومش چیه؟ فعل در جایگاه 2. این جایگاه ها رو ببین با این مثال فارسی قشنگ با هم دیگه اوکی بشیم. جایگاه ها رو با این مثال فارسی. ببین یه جمله فارسی من میگم، من امروز میآیم. میخوام این اصلا جایگاه یعنی چی. الان تو جمله فارسی من واژه من در جایگاه 1 قرار گرفته، میتونیم بگیم فاعلمون جایگاه 1. امروز در جایگاه 2 قرار گرفته، میتونیم بگیم قید جایگاه 2 بوده مثلا، و فعلمون میآیم در جایگاه 3 قرار گرفته. این فارسی. معمولا تو زبان فارسی ما چیکار میکنیم؟ فعل رو میذاریم آخرین جایگاه جملهمون، میذاریم ته. معمولا من امروز به خانه مادر بزرگم میروم. ما امروز در رستوران غذا میخوریم. معمولا تو آلمانی چه جوریه؟ فعل جایگاه 2. الان انقدر مثال میبینیم که فول میشید، ولی مفهومو یاد بگیر. این حذف میشود، پسوند مخصوص اضافه میشود، فعل جایگاه 2 قرار میگیرد. مرحله 4 چیه؟ لبخند میزنیم، حالشو میبریم. تموم شد، جمله‌مون رو ساختیم دیگه. لبخند از لبتون نیفته. اوکی، حالا بریم مثال ببینیم. بریم اول پسوندار یاد بگیریم، تو دل همونم مثال ببینیم. این 3 مرحله رو تصویر بگیر، یه عکس همین الان تو ذهنت ازش ثبت کن. بریم صفحه بعد. صرف فعل. اول ضمایر روی مرور سری بکنیم. خب ایش میشد من، دو میشد تو، زی اس او، ویا ما، ایا شماها. مخاطب چند نفرن؟ زیزی هم معنای آنها میتونه بده، هم معنای توی محترمون یا همون شما. بریم پسوند داشتیم. برای ایش حرف ا پسوندشه. بیا جمله بسازیم، حالش را ببریم. فعلمون چی بود؟ کمن. میخواهم جمله من میآیم رو بسازم. میخوام بسازمش. من میآیم. مرحله 1 کمن اینش حذف میشود کم. مرحله 2 پسوند اضافه میگردد بهش. پسوندش چیه؟ برای ایش میشه کمه. مرحله 3 فعل گفتیم جایگاه دوم، یعنی فاعل جایگاه 1. پس ایش کمه، یعنی من می آیم. الان وقت اون لبخند زدن است، الان وقت کیف کردن است، قشنگ عشق کردن است. هنوز 20 دقیقه نیست زبان شروع شده، جمله ساختیم، حالشو بردیم. ایش کمه، من می آیم. بریم برای دو. پسوند چیه؟ استی. بساز. یه لحظه استوب بزن، خودت بساز. تونستی؟ چی میشه؟ ای درود بر شرفت. دو کمست. احسن. تو می آیی. برای ارزی اس فرقی نداره. برای او، حالا میخواد مذکر باشه مؤنث اصلا مهم نیست، هر چی میخواد باشه، برای او ت میگیره. مثال بگو او میاد، چه مذکر چه مؤنث، هر چی دوست داری. تمام شد و رفت. کمت.
حالا تو بخش آموزش شقایبن نکات شقایبنی میگیم اول جمله باید با حرف بزرگ شروع بشه. er kommt مؤنثش کن sie kommt. تموم شده. ویا چیه؟ ویا جالبه، همون اینه برمیگرد. برای ویا پسوندش دوباره همون اینه. جمله بگو ما می آییم. تمام یاد گرفتی. ویا کومن. برای ایا چه؟ شماها. اینجا چیه پسوند؟ ت. دوباره ت. یعنی چی؟ یعنی پسونده. میتونیم بگیم حالت صرفه. او و شماها شبیه همه دیگه. بگو شماها میایید. ایا، حرف بزرگم بنویسمش، ایا کومت. ایا کومت. درست شد؟ اوکی شدین؟ برای زی چیه؟ چه؟ زی آنها گفتیم دیگه، قبلا گفتیم یک دونه دارن هر تاشون. چیه؟ چه زی آنها و چه توی محتمانه ای ان اینام شبیه ویا میشه. پس زی کومن. دقت شود دقت شود دقت شود. همین الان پس یه دا فهمیدیم. ما گفتیم 3 تا زی داریم. یه زی میشد او، یه زی میشد آنها، یه زی میشود شما. همین الان 2 تاشون با یکیشون فرق کرد. دیدی؟ زی کومت، زی کومن. زی کومت یعنی او می آید. زی کومن آنها می آیند یا شما می آیید، که حالا دیگه زی کومن رو باید تو جمله ببینید که کدوم معنیش میخوره، آنها یا شما منظورش. اما فرق دارن با او تو صرف شدن. فرق دارن با او توی صرف شدن. رواله همین تصویر رو داری بیبریم برای چندین فعل ببینیم، کیف کنیم، با همدیگه بسازیم. خب کومنشو که همین الان ساختیم. دوباره هم میخوای همین الان یه استوب بزن قبل از که من جواباشو بیارم، یه بار دیگه بساز. ایش کومه، دو کومست، کوم. ما اینجا دیگه اس رو نذاشتیم، فقط اروزیو گذاشتیم. اس هم همینجوری میشه دیگه. کومت اوی مذکر، زی کومت اوی مؤنث. ویا کومن، یا کومت، زی کومن. باز این فرق رو تاکید میکنم ناکن. حالت اوی مؤنث شده زی کومت. آنها یا شما منظور توی محترمانه شده کومن، ای ان میگیره. فعل اشپیلن. شپیلن یعنی بازی کردن. همین الان خوشگل صرفشو بساز، عشق کن خودت. یه استوب بزن بعد بیا ادامه. زدی استوپو؟ خب بیا. حالا ایشپیله. یه نکته بگم، همین الان آلمانی 2 تا ش پشت سر همون معمولا تو صحبت‌های سریعشون یکی میگن، یعنی نمیگن ایش اشپیله، میگن ایشپیله. دو شپیلست، شپیلت او بازی میکنه. احسنت. زی شپیلت او یه مؤنث، مثلا یه خانم یا یه دختری بازی میکنه. وی شپیلن ما بازی میکنیم. ای شپیلت شما بازی میکنین. زی شپیلن یا آنها بازی میکنن یا شما بازی میکنین. مخاطب یه نفر. قایزن سفر کردن. قایزن نکات صحبت کردن، نکات حروف رو نگاه کن. اق با حرف صدا دار صدای ق گفتیم میدونی آر ق. ای آی صدای آی، اس با حرف صدا داره صدای ز. غایزن بگو من سفر میکنم. تمام. غایزه تو سفر میکنی. دو غایست. نکته ببین غایزن ای انش رو حذف کنی چی میشه؟ این از اون چیزایی که تو کار باید یاد بگیرید. غایزن ای انش که حذف بشه میشه غایس. اوکی. من اگه الان بخوام به این استی بدم میشه 2 تا اس پشت سر هم. تو اینجور مواقع 2 تا اس رو همون یه اس میذارم، میشه دو غایست. این شکلی که دارید میبینید. او سفر میکنه. برو. او مذکر غایست. مؤنثش کن زی غایست. ما سفر میکنیم. ویا غایزن. یا غایست. دوباره فقط نکن این یا خودش ت میداده از قبلا، مثل اروزی که ت میدادش. زی غایزن. تمام. ترینکن نوشیدن. ترینکن من می نوشم. ایش ترینکه. قاچاقی بی اینجا بگو من کافی می نوشم. ایش ترینکه کافی. تمام. جمله سازی شروع شد. حالشو ببر. ایش ترینکه. دو ترینکت تو می نوشی. او می نوشه مذکر. ترینکت مؤنثش کن. زی ترینکت ما می نوشیم. ویا ترینکن شماها می نوشید. یا ترینکت اونها می نوشن یا محترمانه تو. زی ترینکن. آخری بریم سراغ گوش دادن. هوگن من گوش میکنم. ایش هوگه تو گوش میکنی. دو هست او گوش میکنه. هوت مؤنثش کن. زی هوت ما گوش میکنیم. ویا هوگن شما گوش میکنی. بگو قبل من. یا هوت آنها گوش میکنن. زی هوگن این زی هوگن معنای شما گوش میکنید هم میتونه بده مخاطب یه نفره. تمام یاد گرفتیم. الان میدونی بعد چیکار؟ الان باید لذت ببری، لبخند بزنی، حالشو ببری. چیکار؟ بری دیکشنری باز کنی، هر فعلی دوست داری فارسی توش سرچ کنی، آلمانیشو بیاری، جمله بسازی. هر فعلی دوست داری
با ایشم بساز برای تمرین که با من راحت تره. فعل آقا خوندن چی میشه؟ میشه لزن. من میخونم ایش لزه. تمام. عشق کنی که 20 دقیقه از زبان شروع کردی، جمله سازی، صحبت کردن، نوشتن، همه چی داره، فقط توی گرامر پیش میاد. تازه جای دیگه مونده هنوز. جای دیگه مونده هنوز. حالا اینا رو مرور کن، ضمیرا رو مرور کن، اوکی بشو، قشنگ انرژی بگیر. میخوایم بریم یه ویدیو ببینیم. ویدئویی که میخوایم ببینیم تمرینیه. یه توضیح بدم راجبش. میخوام با هم تمرین کنیم، تمرینی براتون باشه اصطلاحاً. اولا یه نکته بگم، مشخصه دیگه الان اگه من یه مفعول بخوام بذارم کجا میاد؟ جایگاه سوم. مثلا من موزیک گوش میکنم، خب چی میشه؟ میشه ایش. حقوق فعل جایگاه دو. حالا بعدش میتونم مفعولم بذارم، مثلا ایش حقوق هر چیزی. آقا من مثلا فوتبال بازی میکنم، چی میشه؟ ایش شپیله بازی میکنم، خب باشه فوتبال. فوتبال میشه فوتبال، فوت میشه فوت دیگه. ببین هر مفعولم میاد بعدش، یعنی واضح. میخوایم بریم یه تمرین انجام بدیم. اینا رو مرور کن، برو خودت گفتم تو دیکشنری لذت ببر، بگو من زبانم شروع شد اصلا. زبان من شروع شدش. بعد میخوایم بریم یه تمرین انجام بدیم که تمرین توش آموزش هم هست، یه جورایی بازم در خدمتتون هستیم. تمرین چه جوریه من بگم ویدیو ها رو. اول جمله فارسی براتون میاد به علاوه فعلش، یعنی هر چیزی که نیاز دارید اونجا میگه. مثلا جمله فارسی میاد آنها فوتبال بازی میکنن، جلوش میمیسه فعلتون شپیلنه بازی کردن، واژه فوتبال هم میشود فوتبال. اینو همه چی بهتون میده. 2 ثانیه صبر میکنه بعد جوابو میده. اگر دوست داشتید خودتون استاپ بزنین اون لحظه ویدیو رو تا جوابو نبینید، بعد تلاش کنید بسازید خودتون تا جواب اومد ببینید درست ساختین یا نه. تمرین باحالیه. یه انگیزه بگیر. اگر گلوت خوشه، تو چرا گلوت خوش بشه؟ من فقط دارم حرف میزنم. یه آبی بزن تو رگ، یه لبتو تر کن، بریم ویدیوها رو ببینیم که خیلی کارمون تازه شروع شده. بریم یه تمرین انجام بدیم، در خدمتتون هستیم. Du kaufst. Ich heiße Maria. Sie trinkt Wasser. Ich spiele Fußball. Er kommt heute. Ich gehe. Sie kaufen. خب ویدیو رو هم دیدیم، قشنگ تمرین کردیم. الان دیگه جمله سازی جا افتاده. الان میتونی بری با اون مثالا به هر مدلی تعمیمش بدی. با هر فعلی بیاری، با ایش بگی، با دو بگی، با ار بگی، با ویا بگی. حتی با اینکه لحاظ گرامری و درسی نرسیدی میتونی مفعول بذاری. میتونی اسم تو بگی. ایش هایسر رو الان دیدیم که تو اشپلیکیشن مفصل قراره بررسی بشه. اما از لحاظ گرامری الان دیگه جا افتاده براتون که مدل چطوری. بیایم چند تا مثال پیشرفته تر ببینیم. این مثال، این 4 تا مثال و تستی که اینجا داریم خیلی ساده است، برای اینکه فقط صرف فعل بگید. اما میخوایم چی بگم؟ میخوام بگم که با مفعول آوردیم، با حرف اضافه آوردیم، هرچند جلوتر اینها را دقیق تر و کارشناسی شده تر و اصلا ساختارمندتر یاد خواهید گرفت. اما الان بذار ببینم میتونی صرف فعل رو توش انجام بدی. بریم سراغ اولی. ایش einen لپتاپ. آینن و درس 2، مثلا آین درس 2 و آین چجوری شده؟ آینن درس 2 و 4 خواهی خون، اما معنیش میشه یه لپتاپ. میخوام بگم من میخرم یه لپتاپی. چی میشه؟ ایش تمام شد و رفت. کافه. ایش کافه einen لپتاپ. مشخصه دی، واضحه. بریم سوال دومیش. سریع دیگه بگید. دیگه الان باید به سرعت برق و باد بگید. این که لحظات دیگه، یعنی لحظات دقایق دیگه بهتر بگیم، باهاش آشنا خواهید شد. یعنی در. او زندگی میکنه در برلین. تمام شد. wohnt in Berlin. اگر مؤنث بود چی؟ sie wohnt in Berlin. بچه دقت میکنید تو همه حالتا فعل جایگاه کجاه؟ دوه. مورد 3 میخوایم بگیم دویچ آلمانی، دویچلند آلمان. ماریا آلمانی یاد میگیره.
ماریا سوم شخص دیگه او ماریا learned Deutsch. بگو من آلمانی یاد میگیرم ich lerne Deutsch. بگو تو آلمانی یاد میگیری du lernst Deutsch. تمام. فعل جایگاه دو و حالش رو ببر صرفش کن. ناخ یاد خواهیم گرفت میشه به سمت یکم دیگه ناخ کلن یعنی به سمت کلن. ما سفر میکنیم به کلن چی میشه ویا reisen. احسنت ویا reisen nach کلن. من سفر میکنم ich reise. او سفر میکنه reist. تو سفر میکنی دو reist. حالا برای رایزن دو و ارش شبیه میشه. جا افتاد اوکی شدش قشنگ حال میکنی الان داری جمله میسازی لذت میبری قشنگ. حالا چیز جالب‌تر بگم کنکور آلمانی سوال سختم داره ولی بعضی سوالاش واقعا جوکه. بعضی از سوالاش حالا خواهی دید بعداً یه نگاهی بهشون میندازیم در حد همینن یعنی در حد همین صرف فعلن. حقیقتا دارم میگم فقط در حد صرف فعلن. کنکور آلمانی که اونا که کنکور ندارن کنکور آلمانی که توی ایران برگزار میشه رو میدونی. یعنی همین الان میتونین چند تا تستاشو بزنید. حالا چند تا که یکی دوتا. پس جا افتاد رفقا الان شما جمله سازی بلدید با مفعول با فاعل با فعل هر چی دوست داری فعل بیار جمله بساز. پیشرفته ترم میشه خوشگل ترم قراره بشه. یه نفس بگیرید حالا یه نفس بگیر میخوایم بریم سراغ حالا یه فعل خاص‌تر. عموم افعال 97% افعال رو یاد گرفتیم چجوری صرف کنیم چجوری تو جمله بیاریم کجای جمله بیاریم چه شکلی فلان بهمان. یه نفس بگیر حالا یه نفس بگیر میخوایم بریم سراغ یه فعل پرکاربرد و خاص. اوکی یه نفس بگیر بزن بریم. و اما بخش سوم تا الان چه اتفاقی افتاده؟ تا الان رفقا ما یاد گرفتیم جمله بسازیم که همین الان کیف با زبان شروع شد. لذت بردن از زبان شروع شده. فاعل بیار هر فعلی دوست داری بذار حتی مفعول گذاشتیم ها چیز مختلف گذاشتیم یه جورایی قاچاقی شروع کردیم به جمله ساختن. من اینو میخرم من اینو گوش میکنم اسم من اینه شروع کردیم دیگه ها کیف کردیم و گفتم برید الان تو دیکشنری هر فعلی که دوست دارید بیارید صرفش رو تمرین کنید. ترجیحاً برای ایش تمرین کنید. حالا چون تو درس‌های آینده می‌بینید بعضی افعال مثلا سر دوم شخص و سوم شخص یک کوچولو بعضی افعال اصلا تغییر میکنن. الان مثلا به اونا بر نخورید که یکم گیج بشید. برای ایش و ویا تمرین کنید هر چند دوم شخص سوم شخصشون هم همونه یک سری از افعال اصلا یه تغییر کوچولو پیدا میکنن خواهیم دیدشون. اوکی ولی یاد گرفتیم جمله سازی یاد گرفتیم اصلا ناکن کیف کردن حرف زدن و نوشتن رو شروع کردیم. و چی گفتیم؟ گفتیم که آقا ما یک سری فعل ها رو معرفی کردیم گفتیم 97-8% فعل های آلمانی رو شامل میشن که حالت مصدری ان. کومن گیهین گفتیم همه آخرشون اینش رو بردار اینجوری صرفش کن تو زمان حال و الی آخر. حالا میخوایم چیکار کنیم تو این بخش؟ میخوایم بریم سراغ یک فعل پرکاربرد مهم به درد بخور حساس و به شدت تاثیرگذار که از قضا صرفش خاصه. فعل زاین تو تصویرم دارید میبینید. نکته ببین همین الان مشخصه الان معنیشو اینا میبینیم اما اگر فعل زاین یه حالت مصدر باشه همین الان قیافش معلومه این با بقیه فرق داره. این اصلا این نداره. این مثل کومن گیهن لاسن آنفانگن شرایبن شپریشن اسن مثل اینا نیست. اصلا این نداره آخرش. اما قیافش معلومه که یکم خاص تره. خب داستان از چه قراره بریم ببینیم. اول بریم ببینیم این فعل زاین یعنی چی. هایی که و گفتی یعنی چه به قول این برره یعنی چی؟ معناش معنی هستنه. یه مثال میزنم برای اونایی که انگلیسی بلدن یا خوندن ملموستر بشه. یه چیز تو مایه های همون بیور به انگلیسی ها یادتونه بیور میگفتیم امیزآره و نه تنها معنی هستن میداد نه تنها وقتی میخواستم میگم مثلا من بن هستم ازش استفاده میکنیم بلکه کاربرد دیگه هم داشت دیگه. میخواستیم مثلا ماضی فلان بسازیم یه مدل گذشته بسازیم به درد میخورد یه جاها کاربرد. عینش تو آلمانی هم همینه دقیقاً. فعل زاین صرف استثناء دارد یعنی الان میبینیم صرفش فرق داره. معناش چی هستن یعنی من هستم تو هستی او هست. اوکی اما بعدها میبینید کاربرد دارد. توی همین سطح آیک
وقتی میخوایم گذشته سازی رو آموزش بدیم، میگیم حالا من میخوام جمله گذشته چه جوری بسازم، میبینید کاربردشو. بعدها برای یک سری جمله‌های خاص مجهول میبینید کاربردشو و اصلا خیلی مهمه، خیلی مهمه. برای همین تو همین درس آیک، دقیقاً اولین درس آیک، بعد از اینکه ما اومدیم فعل رو شناختیم، جمله سازی شروع کردیم، اولین کار اینه بیایم و فعل زاین رو بسازیم. این خودکار منم میترسم بشکنه یه بار دیگه محکم بخوره، چون به درد بخوره. بریم با صرفش آشنا بشیم. جدول رو ببین، مثالا رو هم ببین، عشق کن با زبان. ایش بین. گفتم اون قانون این حذف میشه اضافه میکنیم مال اون فعلا بود که اصلا اکثر افعال همونن ها. اما این صرفش چیه؟ استثناء. از قاعده بیا بیرون. اینجوری ببین، باید همجوری حفظ بشی، یاد بگیری. ایش بین. جمله ها رو ببینیم. ایش بین ماریا. من هستم ماریا. دقت کن فعل من جایگاه چند جمله است؟ دو. خیلی مهمه. اصلا اساسه. فعل جایگاه، الان که جمله پرسشی هم شروع خواهد شد یکم دیگه، اونجا هم میبینی حالا به غیر از یک حالت خاص عموما فعل جایگاه دو، حتی وقتی ما کلمه پرسشی داریم. میگم به غیر از یک حالت خاص، چون اسم آوردم از پرسشی بگم اونجا یه بعضی وقتا کمی میپیچونیم، ولی کلیت در زبان آلمانی چه فعل ما فعل اصلی باشد چه فعل کمکی، فعل کمکی چیه میخونی، نگران نباش. کلا در جمله های عادی، چه گذشته چه آینده چه هر چی، بالاخره ما یه فعل داریم که داره صرف میشه دیگه، اون در جایگاه دو قرار میگیرد. به شدت این نکته مهمه، مگر پرانتز باز کلمه ربط داشته باشیم یا چه و چه و چه و چه که خواهید خوند. داریم گفتیم حالت نرمال. در حالت نرمال یعنی من دارم این جمله گذشته عادی میگم، یه جمله حال عادی میگم، هر چیزی یه فعل دارم که اون فعل داره صرف میشه دیگه، حالا میخواد فعل کمکی باشه فعل اصلی باشه هر چیزی، اون جایگاه دوه. حالا فعلا که اصلا فعل کمکی نخونی، فقط داریم با اصلی‌ها بازی میکنیم. یادته اکومت. حالا میخوام قید هویته بذارم، باشه فعل جایگاه دو میمونه، اکومت هویته. مثالش الان دیدیم دیگه. spielt Fußball. Ich heiße Maria. Ich bin Maria. ها جا افتاد. Ich bin Maria هم معنی با چیه؟ Ich heiße Maria. بله فارسی منه، من ماقیا نام دارم یا من ماقیا هستم، جفتش درست، جفتش درست. یک چی؟ Ich bin Ben. من بن هستم، تمام. بعدی رو ببین، اول خودت سعی کن بخونیش که یه تمرین هم بشه دیگه. Ich bin in Deutschland. Deutschland آلمان. این خود واژه آلمان میشه Deutschland. اوکی. bin هستم. حرف اضافه این هم خواهید خوند، یک چند دقیقه‌ای که صبر کنید میخونیدش. Ich bin in Deutschland. من در آلمان هستم. این میشه در شبیه انگلیسی. میگم یک کم صبر کنید میخونیم الان با هم دیگه، ولی الان میخوام ذهنتون باز باشه، از همین ذهنتون بسته نباشه، قشنگ جلوتر هم ببینید. بعدی چیه؟ müde میشه خسته. Ich bin müde. من خسته هستم. فرمو یاد گرفتی؟ تمام. اگه زرنگ باشی الان میری میبینی خوشحال چی میشه، میگی من هستم خوشحال. میری میبینی ناراحت چی میشه، من هستم ناراحت. من هستم ich bin. بریم بعدی. دو چی میشه صرفش؟ دو چیه؟ دو بیست. تو هستی. دو بیست. تو هستی. دو بیست hübsch. اسه ها صدای چی میداد؟ شه. اوملات هم که او. دو بیست hübsch. تو زیبا هستی. فعل جایگاه چنده تو زبان آلمانی؟ دو. آفرین. بگو، ببین زرنگا بگو تو خسته هستی. دو بیست müde. تمام. بعدی چیه؟ دو بیست klug. یعنی تو باهوش هستی. klug باهوش. بگو تو خسته هستی. آها دو بیست müde. بگو من باهوش هستم. ich bin klug. میبینید فرمشو اوکی شد، این قشنگ مشخصه دیگه. فعل جایگاه دو، بعدش ببین صفت نیاز صفت بذار. بگو من اینجا هستم. یکی دیگه. حالا برای ارزیس چی میشه؟ برای او صرف همشون یه جوریه دیگه، میشه چی؟ ist. Ich bin. Du bist. ist. Sie ist. es هم ist. یعنی او میشه ist. حالا این او میخواد مذکر باشه مؤنث باشه خنثی باشه فرق نداره. مثال ist Leon. او لئونه. بیا جاش بگو او لئون نام داره، چی میشه؟ تمام. heißt Leon. مثالش هم دیده بود. ist in Paris. او هست تو پاریس.
همینو مؤنثش کن. زی ایست این پاریس. زی ایست کاتیا. او کاتیا هست. هم معنیش چیه؟ زی هایست کاتیا. زی ایست این کلن. مذکرش کن ار ایست این کلن. اسیست این بوخ. این آینو تو درس 2 خواهی خوند، اما بدون میشه 1. البته تو همین درس هم عددشو میخونی ها که میبینی اینس میشه 1، ولی این عدد 1 نیست، یه کوچولو فرق داره، حالت ناشناس مهم نیست، میخونی درس مهم. اما بوخ میشه کتاب. این بوخ یک کتاب. خب اسیست این بوخ، این هست یک کتاب. این یک کتابه. این هست یک کتاب. این یک کتابه. انصافا عشق میکنی داری جمله میسازی یا نه؟ من دارم حال میکنم. من واقعا دارم لذت میبرم. بریم سراغ ویا. ویا چی میشه؟ ویا زیند. ما هستیم. ویا زیند فاول یعنی تنبل. او صدای چی میداد؟ او. ویا زیند فاول، ما تنبل هستیم. بیا حالشو ببریم. بگو اگه دوست داشتی باهوش، میگم اگه دوست داشتی استاپ بزن، این جمله منو خودت سعی کن بسازی، بعد استاپ قطع کن. اوکی؟ بگو ما باهوش هستیم. آفرین. ویا زیند کلوک. ما خسته هستیم. ویا زیند موده. من خسته هستم. ایش بین موده. یکم خوشگلش کنیم. بگو من فلانی نام دارم و خسته هستم. چی میشه؟ درود بر تو. ایش هایسه بن. ایش بین موده. اوندم میشه و. حالا کم کم یاد بگیریم اینا. اوند میشه و. Wir sind in der Stadt. این در چیه؟ ولش کن، اصلا نگاش نکن، یادش میگی. ولی wir sind in der Stadt یعنی ما در شهر هستیم. حالا تلفظش در هم نیست، میگم تو همین در، ولی د آرش خورده میشه. wir sind in der Stadt یعنی ما هستیم تو شهر. اشتات میشه شهر. بگو من هستم تو شهر. ich bin in der Stadt. بگو او، به یه مردی هم اشاره کن. او هست تو شهر. ist in der Stadt. آفرین. مؤنثش کن. sie ist in der Stadt. بگو تو هستی تو شهر. du bist in der Stadt. بگو تو هستی تو کلن. du bist in Köln. کیف کن. بعدی چیه؟ بیا اینجا. ihr seid شماها هستید. ihr seid in Berlin شما هستید تو برلین. ihr seid glücklich. glücklich میشه چی؟ خوشحال. شما هستید خوشحال. بگو شما هستید خسته. ihr seid müde. من خوشحالم. ich bin glücklich. فعل جایگاه 2. ببین همش دقت، فعل جایگاه 2 ها. بریم سراغ زی. برابر 6000م ما چند تا زی داشتیم تو زبان؟ درود 3 تا زی داشتیم دیگه ها. یک زی به معنای اوی مؤنث بود، ایناش اینجاست. بذار من رنگ جدیدم بگیرم قشنگ اینجا معلوم بشه. اینا یک زی اوی مؤنث بود که اینجاست. و یه 2 تا زی دیگه، اون یکی میشد شما، همون توی محترمانه. یکیش هم میشد آنها. قبلا هم دیدیم این 2 تا با این یکی صرفشون فرق دارد. برای بگم صرفشان فرق فکوله. فرق داره صرفش. اونجا هم دیدیم اگر میخواستم بگم که او نام دارد چی میگفتم؟ زی هایست. اگر میخواستم بگم شما نام دارید محترمان دارم میگم چی میشد؟ زی هایسن. فرق داشت دیگه. حالا این که معنای شما میده توی محترمانه یا معنای آنها میده دیگه بسته به معنیه. یعنی چی؟ یعنی صرفش چی شد برای زاین؟ زیند. خب زی زیند تقاویش 2 تا معنی داره. تقاویش یعنی یعنی ناراحت. زی زیند تقاویش 2 تا معنی داره. یا شما ناراحت هستید، مخاطبت هم یه نفره، یا آنها ناراحت هستند. بستگی داره دیگه، بستگی به جملتون داره و اون شرایط که کدوم معنی بده. اما مشخصه او ناراحته مؤنث چیه؟ نگاه کن من دارم می‌نویسم اینجا. اون وقت باید بگی زی ایست تقاویش. زی ایست او هست. زی زین حالا یا شما هستید یا آنها هستند. هیا میشه اینجا. هیا میشه اینجا. زی زین هیا شما هستید اینجا. شما هستید اینجا. شاید معنیش چی باشه؟ آنها هستند اینجا. بله اینم معنی میده. اما اگر میخواست بگه او هست اینجا، راهی نداشت جز این که حالا اوی مؤنث بگه زی ایست هیا. من اینجا هستم. ایش بین هیا. عشق کن. اینم از زاین. ببین حالشو ببر. حال میبری یا نه؟ حالشو ببر. اینم از زاین.
قشنگ این مرتب کن، جمله بساز، حالشو ببر. بازم این چقدر صفت هم داریم، فاول تقابل، نمیخواد بشین صفت ها رو حفظ کنی یا نه، واقعا نیاز نیست، کم کم یاد میگیری. اما همینا بساز. باشه من تنبل هستم چی میشه؟ آها ich bin faul. تو تنبل هستی du bist faul. خوشگلش کنیم بگو تو، من تنبل هستم، تو فوتبال بازی میکنی. ich bin faul, du spielst Fußball. من ناراحتم، بن خوشحاله. ich bin traurig, بن ist glücklich. دیگه بازی میشه با اینا، دیگه بازی میشه، دیگه کیف کرد، دیگه حال میشه، دیگه لذت میشه. زبان شروع شده وا، نمیگم تو شروع نه، ولی کیف داره همینجوری بیشتر میشه، حال میکنی، عشق میکنی انصافا. حالا مونده بذار بیایم نکات نوشتاری درس رو بگیم. نکات نوشتاری آخر نکات نوشتاری بگیم که بعد با حالا تو نوشتار با اول جمله اصلا حرف بزرگ باید باشه، کوچیک باشه، چی جوریه. و اما الان قبل از اون صحبت، زبان، حرف بزن، شپقشن، حرف زدن. او من بگو من آلمانی حرف میزنم. گفتیم دوتا، اگه بخوام سریع بگم بعد میگم ایش بقشه، چرا؟ چون آلمان دوتا شو یکی میگن، اما جدا بخوام میگیم ایش شپقش دویچ. آفرین. Ich bin Ben. Ich spreche Deutsch. و شروع شده. اینم از فعل زاین. انقدر ببین نمیخواد الان، حالا اگه بشینین نگاه بندازن خوبه، نمیخواد حالا بشینین همش حفظ کنین. انقدر میبینیم ناخودآگاه حفظ میشید، ولی اگه بچین چند بار تکرار کنین بهتره. نفسه رو بگیرید، بیایید که بریم ادامه. نفس رو بگیر، حالش رو ببر، آرامش رو بزن تو رگ، بریم ادامه. تازه جذاب میشه. ما الان فعل ها رو شناختیم تقریبا، میشه گفت هم حالت استثنای زاین، هم فاعلا هم اوکی شدیم. باشه جمله هم ساختیم، دممون گرم. چی مونده الان؟ بریم حرف اضافه ها رو هم یه نگاه بندازیم دیگه. وقتشه کم کم. حرف اضافه های، حالا حرف اضافه دنیایی داره، ولی بریم شروع کنیم دیگه. بریم حرف اضافه ها رو شروع کنیم الان، بالا پایینشون کنیم، کیف کنیم. من الان هستم، دارم میریم. تو یه نفس بگیر، استوپو بزن، بعد بیا اگر انرژیت افتاد. وگرنه ما میرویم. کجا میرویم؟ اینجا. بخش چهارم، حرف اضافه. گفتیم اما دوباره هم میگیم که چی؟ که آقا هر واژه‌ای، من اینجا بنویسم کوچولو، هر واژه‌ای سه حالت داره دیگه. یا نقش اسمو داره. اسم که میگم یعنی چی؟ یعنی یا فاعل جمله میشه یا مفعول جمله میشه ها، مشخص. یا نقش فعل جمله رو داره یا حرف. جمله فارسی هم همینه دیگه، یا اسم، کوه، دشت، دریا، من، تو، او، کتاب ها. یا فعل میروم، میخورم، خوردم، رفتم، هستم. یا حرف از، در، به، برای، تا، به خاطر و الی آخر. ما تا آخر زبان، تا جایی که هی اینا رو هی تک بروز میکنیم. یعنی هی حالا اسم مثلا حالتهای مفعولی بررسی میکنیم، فاعلی بررسی میکنیم، میایم هی فعل گذشته یاد میگیریم، آینده یاد میگیریم، گذشته یه مدل جدیدتر، آینده یه جور دیگه، فعل مودال بذاریم، اینجوری اونجوری مجهول بسازیم. حرف هم همینه، هی پیشرفت‌تر میکنیم. یعنی هی یاد میگیریم، تعدادش افزایش میافته. تمومم نمیشه، چون حرف اضافه همین فارسی فکر کن دنیای حرف اضافه وجود داره. اصلا دنیای حرف اضافه هم معنی وجود داره، به خاطر، به لطف، به دلیل، در پی، اینا همه حرف اضافه، همشون هم معنی. به سمت، حالا اگه بخوام مثلا به بیمارستان برم با اینکه بخوام پیش بابام برم، فرق داره با هم. پیشه، ببین هم کل دنیا حرف اضافه است. به مرور اینا رو میخوایم یاد بگیریمشون. و تو همین درس هم با 3 تاشون شروع میکنیم. اولی حرف اضافه این. معنا چیه؟ در. همین یک معنا را دارد؟ خیر، بسیار معنا دارد. ما با این یک معنایش داریم شروع میکنیم، ولی این بسیار معنا دارد. ما داریم با این یه معنا شروع کنیم. توی همین درس پنجم، درس 5 انشالله چی میخونیم؟ معنای دیگه‌ش هم میخونیم. یه معنی دیگه‌ش هی کاربردش اضافه میشه کم کم. معنایی که الان باش کار داریم معناش دره. مثال Ich wohne in Berlin. میشه در دیگه.
من زندگی میکنم در برلین. فعل جایگاه دو رو میبینی برای 6500 این بار که دارم میگم. من بگو او زندگی میکنه در برلین، اوش هم مؤنث باشه چی میشه؟ بنویسم مینویسم با هم بریم. زی احسن wohnt in برلین. خب اگه بخوام بگم شما زندگی میکنید تو برلین چی میشه؟ آره این زیه که همون زیه، شما منظور محترمانه یک نفره، چی میشه؟ ولی صرف عوض میشه. زی wohnen in برلین، یعنی شما تو برلین زندگی. حالا میتونه معنی آنها تو برلین زندگی میکنن هم بده. یا یکی دیگه ist in Deutschland، او هست در آلمان. من هستم در آلمان. Ich bin in Deutschland. ما هستیم تو آلمان. Wir sind in Deutschland. ما زندگی میکنیم در آلمان. اینم بنویسم. wir سرش چی بود؟ en پاک، ولی برای wir همون en دوباره اضافه میشد. wir wohnen in Deutschland. چرا دویچلند با دی بزرگ شروع نوشتی؟ صبر کن، تو بحث نوشتار و قوانین نوشتار میبینی که چرا اینجوری شده. دویچلند وهنه نیست تا وهنن. خب این شد یه حرف اضافه، مشخصه، کاربردش هم معلومه، معنی در میده، بعدا هم باهاش خیلی کار داریم. دیگه چی؟ aus، این قیافش معلومه. aus از. مثال ich komme aus برلین. ببین ich wohne زندگی میکنم، خب طبیعتا زندگی میکنم در ich wohne in برلین. حالا من میام، این شبیه همون I am from، میگیم مثلا تو انگلیسی میگه I'm from فلان جا، این همونه. ich komme aus برلین، میام از برلین. حالا این دو معنی داره، یا اهل برلینم که این خیلی این کاربردیه، این کاربردش خیلی کاربرد تو چشمیه، خیلی کاربرد تو چشمیه. سوال و جوابش هم الان میبینیم چند دقیقه دیگه با هم دیگه. از کجایی؟ از کجا میای؟ این از کجا میای؟ اهل کجایی؟ من از فلانجا میام، یعنی اهل فلانجا. ولی ممکنه واقعا معنی اینم بده که از برلین میام. خب اما میگم این معنای با کومنش aus با کومن، این معنای اهل کجا بودنش خیلی تو چشم تره. اوکی. حالا اریس aus دوچن، اینم همون، اون میاد از آلمان. ببین بچه‌ها، نمیخواهم همین الان چیز نکن، نمیخواهم ذهنتان بسته باشد. ذهن بسته یعنی چی؟ ذهن بسته یعنی فقط میره در یک سری چارچوب ها خودش را حبس میکند. فکر میکند اگر بخواهد بگوید من اهل فلان جا هستم فقط باید با کومن بگوید و راه دیگه ای ندارد. خیر، غلطه. ذهنتو باز کن. باشه من هستم تو برلین، من زندگی میکنم تو برلین. تو فارسی مگه اینا هم معنی نیستن؟ باش پس هم هست. نمیگم همه جا فارسی سازی کنه، نه، من میخوام بگم مگه تو فارسی اینجوری نیستش که با دو تا جمله متفاوتی منظور میرسونیم؟ تو همه زبونا همینه. میخوام ذهنت خلاق باشه، ذهنت باز باشه، ذهنت بسته نباشه. ذهنت باز باشه، جمله بسازی، بالا پایین کنی. مگه وقتی میگم که من از آلمان هستم با من از آلمان میام فرق داره؟ نه، یه معنیه. پس ذهنت باز باشه. این برای همینه که هم بازار هم با کمد جفتش میشه. اصلا تو دستی جمله دیگه بساز. میگم ذهنتو باز کن. اریس aus Deutschland، از آلمان، مؤنثش کن. sie ist aus Deutschland. ما میایم از آلمان. wir kommen aus Deutschland. ما هستیم از آلمان. wir sind aus Deutschland. مگه سر اسم همین رو نگفتیم؟ همین رو گفتیم یا نه؟ چی گفتیم؟ گفتیم آقا تو میخوای بگی که من ماریا هستم، خب هم میتونی بگی ایش بین، هم میتونی بگی من نام دارم، مشکلی ندارم، با دو تا جمله معنی میرسم. ذهنت بسته نباشه. شد دو تا حرف اضافه. سومیش چیه؟ ناخ رو اینجا داریم میگیم تا چون کاربردی همین الان به جمله سازیتون کمک کنه. ناخ یعنی چی؟ به سمت. چه کاربردی داره؟ من اینجا یه چیزی میذارم، حالا مثالش الان با هم میبینیم که اومد براتون، اما من یه پونکتی میذارم، یه نکته میذارم، یه میخی اینجا میکوبم، بعداً بیشتر میایم سراغش. فقط بدونید ناخ به سمته‌ای هست برای به سمت شهرها یا کشورها. بهتر بگیم به سمت اسم شهرها یا اسم کشورها. چرا اینو داری میگی؟ باشه اینو تو ذهنت داشته باش، فعلا بعداً میای جلوتر به جواب این چرایی تو درس 5 میرسی. ولی اینو بدون، ناخ یعنی به سمت اسم شهر کشور. آقا من میرم برلین. ich fahre nach برلین. فاخه نیست، باور کن ها تلفظ نمیشه. ich fahre nach برلین.
من میرم به برلین. واقعا با گیهن فرقش گفتیم. واقعا یعنی با وصله نقدی میرم. وقتی تو به آلمانی میگی که ایش فاغ ناخ برلین، یا بگو ما میریم. آها، ویا فاغن ناخ برلین، یعنی من دارم با وصله نقدی میرم، دارم با ماشین میرم مثلا. reist nach Deutschland. او سفر میکنه به آلمان. اوشو مؤنث کن. Sie reist nach Deutschland. من سفر میکنم. اینو من بنویسم. Ich reise nach Deutschland. فعلا جایگاه دو همه ها. چرا با زاین نمیگه؟ خب با زاین معنی نمیده. مثلا او هست به آلمان نمیشه که ایست معنی نمیده. ولی میره به فلانجا معنی میده. اینم از این مثال. قشنگ آنالیز کن، بالا پایینش کن. من جمله ساختم ها. درس یک تموم نشه، من الان دنیایی از جمله میتونم بسازم. چون میتونم برم اینا. خب پرواز کردن چی میشه؟ میشه فلیگن. فعلش بنویسم اینجا میشه فلیگن. خب پس برم من پرواز میکنم به آلمان. چجوری میشه؟ ببین دنیا اصلا دری باز شده. همین الان بر مثال ساختن. یه نفس بگیر، بریم یه ویدیو ببینیم. ویدیو رو به نظر من چند بار ببینید، چون با صوت‌های مختلف آدمای متفاوت جمله ساده میگن. هر کدوم دو سه جمله بیشتر نمیگن، ولی دارن یک هم انگار دارن خودشون رو معرفی میکنن، انگار هم یه چند بار ببین، قشنگ بذار گوشت عادت کنه کم کم. هم دقت کن چه جوری دارن جمله میسازن، چی دارن میگن، فعل رو چه جوری میگن، حرف اضافه رو کجا میگن. با فاعل جمله رو شروع میکنن، فعل جایگاه دو. ادامه مثاله رو بریم ببینیم. بریم مثاله رو ببینیم. کار ما با شما تموم نشده. بریم مثال. Hallo, ich heiße Kim. Ich bin aus China. Ich wohne in Köln. Hallo, ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Hallo, ich heiße Katja. Ich komme aus Malaysia. Ich bin in Hamburg. خب بریم سراغ بخش پنجم. رفقا جمله سازی یاد گرفتیم، مثالش هم الان دیدی، حرف اضافه هم یاد گرفتیم، بلدیم دیالوگ بگیم. خب پله اول من دیالوگ بگم با فعلای مختلف، دیالوگ ساده دیگه. در پله دوم چیه؟ بتونم رد و بدل کنم. رد و بدل چه زمانی اتفاق میفته، کی اتفاق میفته؟ وقتی که من بتونم سوال بپرسم. و اصلا از همینجا اونایی که دنبال آزمون دادن، اصلا تو اگه سوال پرسیدن بلد نباشی که کلا انگار زبان بلد نیستی. یه چیز اصله. نکته بعدی، شما تایل های اشپرشن یا تایل های گفتاری آزموناتون، آزمون به یک میخوای بدی، آزمون به دو میخوای بدی، اصلا مبناش سواله. مثال بزنم، آزمون گوته میخوای بدی، تایل یک بخش گفتارش چیه؟ اصلا اینه که یه سری سوال داده، گفته این سوالا رو از هم دیگه بپرسین و با هم دیگه جواب بدید، صحبت کنید با هم دیگه، دیالوگ رد و بدل کنید. اصلا مهمه، واضح، انقدر چیز بدیهی مهمیه که نیاز نیست من تاکید کنم رو اهمیتش. اما بدونید که چرا دقیقاً بریم توی درس یک اینو گذاشتیم. چرا؟ چون گفتیم شما پله اول رو اوکی شدی، داری دیالوگ میگی، همینجا تا تنور داغه بچسبون، این دیالوگ رو رفت و برگشتیش کنیم و جملات پرسشی رو بسازیم. اگر بخش قبلا هنوز فول نشدی، یه فلش بک بزن، یه نگاهی بنداز دوباره، یه بار بخون، اوکی، بعدش بیاین روی این بخش مثلا تمرکز کن. اما اگه اونو اوکی، بزن بریم ادامه ببینیم چه خبر. جملات پرسش کلا نه توی آلمانی، تو همه زبان دو مدل سوال پرسشی میتونیم بپرسیم. انگلیسیش هم همینه، yes no question، WH question، همینه دیگه. فارسی هم همینه، یا سوال بله یا خیره، یا سوال با کلمه پرسشی. آلمانی هم همینه، اینا هاشش. یا ببین yes no question، چون question میشه سوال، آلمانیش چیه؟ فراگه. اصلا فعل، بذار بنویسم اینو، اصلا فعل فراگن اینا هاشش میشه سوال پرسیدن. بگو من سوال میپرسم، ایش فراگه، درسته یا نه؟ ایش فراگه. خب باشه، فراگه اسمش میشه سوال. یا همون یس، ناین هم همون نو، بله خیر. یا ناین فراگه یعنی سوالات بله یا خیر، سوال آیایی. آیا این سرده؟ آیا این گرمه؟ میای امروز؟ نمیای؟ میری؟ نمیری؟ آلمانی بلدی صحبت کنی؟ انگلیسی حرف میزنی؟ درس میخونی؟ درس نمیخونی؟ کی؟ حالا ببین کی نمیشه، اشتباه شد. کی میشه فراگه دیگه. امروز میای؟ امشب میای؟ ببین جوابش چیه؟ مشخصه، جوابش بله یا خیره. آره میام، نه نمیام، نه فردا میام. یا فراگه. و چرا میگیم و؟ این همون WH question شده، و فقاگه، چون اکثر کلمات پرسشی آلمانی با حرف و شروع میشن. سوال دیگه کلمه پرسشه، کی میای؟ حالا این کیه، کی میای؟ چطوری میای؟
به کجا داری میری؟ از کجا میای؟ کجا هستی الان؟ ببین اینا کلمات پرسشی. میخوایم با این دو مدل آشنا بشیم. بریم چه جوریه، چه قانونایی داره و غیره. این دو گروه انقدر هم الان مثال میزنیم که اون قبلی اصلا الان نکات قبلی هم که تو این درس گفتیم براتون مرور میشه. الا ماشاءالله الان مثال داریم. فقط همینجا تو همین بخش که هستیم یه کلیتی رو را بندازیم، مثلا یه پیشنگاری تو ذهنتون بزنیم، بعد بریم با مثال ادامه بدیم. برای سوالات یا نافقاگی به همون سوالات آیایی بگیم، سوالات بله یا خیر راحته. برای سوالات بله یا خیر کافیه جای فعل و فاعل عوض کنیم. دقت کنید ما این همه تأکید کردیم به فعل در جایگاه دو. من اینو یادتون میندازم بچه وقتی میگیم فعل، حالا این ممکنه فعل کمکی باشه، ممکنه فعل مودال باشه، جلوتر میکنین، اما بحثمون چی بود؟ اینکه ما یه فعلی داریم داره با توجه به فاعلمون صرف میشه. این فعل قطع به یقین جایگاه دوه و در کل آیک این قضیه نقض نمیشود مگر برای سوالات بله یا خیر. چرا گفتی کل آیک؟ چون بیا جلو تو آدو کلمات ربط که از اساس زبان هستشون میخونی میبینی اونجا ممکنه جایگاه فعل عوض بشه، ولی توی آیک بدون بله یا خیرها جایگاه فعل و فاعل، انگلیسی هم همین دیگه، جایگاه فعل و فاعل رو عوض میکنی، جمله سوالی میشه. اینو ببین مثالاش هم میبینی. وفقاگاه چی جورین؟ اونا داستانشون فرق داره، اونا هم ترتیب دارن. اول کلمه پرسشی، بعد فعل، بعد فاعل. ببین اینجا فعل همچنان جایگاه دوه. اول کلمه پرسشی، بعد فعل حال کلمه پرسشی کی، کجا، به کجا، از کجا، هر چه، چطور، بعد فعلت و بعد فاعلت. الان مثال میبینیم دوزاری‌های شریف خوشگل میفته. بریم سراغ مثال ببینیم که اوضاع از چه قراره. اولین مثال رو ببین با هم بررسیش کنیم، مثلا فونداسیونش رو اصطلاحاً چک کنیم. بیا با هم اول بسازیمش. بگو تو امروز میای. خب من میدونم تو میشود دو، آمدن میشود کمن. از بیس با هم بررسی کنیم. این حذف استی اضافه برای دو، تو و دو قاطی شد دو برای دو. فعل جایگاه چندم قرار میگیره؟ فعل جایگاه دو قرار میگیره. دو کمست هایته، تو امروز میایی. اوکی عالی. میخوام بگم آیا امروز میای؟ جایگاه فعل و فاعل عوض، کمست دو هایته، امروز میای. بعدی همین الان چند دقیقه پیش جمله خبریشو دیده بودیم، تو برلین هستی. فعل جایگاه دو بیست این برلین، بیست تو این برلین. بچه‌ها بریم دو تا جمله رو یکم خوشگلم که برای زرنگا یکم تمرین کنیم، باهوشا حواسشون اینجا باشه. بیاین اینو کمستو هویته رو محترمانش کن. کمستو هویته چه خودمونی؟ امروز میای؟ محترمانش کن. بگو امروز میاید شما؟ امروز میایید؟ ببین محترمانش کن چی میشه؟ تمام. آفرین، آفرینوف. کومن زی هویته. امروز میایید؟ محترمانش کردم. 20 تو این برلین محترمانش چی میشه؟ آها، زیند زی این برلین. زین زی این برلین. حالا توی بخش نکات شقاوری میبینین این زی به معنی شما محترمانه همیشه اسمش بزرگه، اونجا میگیم بهتون. اما فعلا صحبت و دیالوگشو ببین. 20 تو این برلین، تو برلینی؟ زین زی این برلین، تو برلین هستید؟ وونس تو این کلن. بچه رقم کلن نیست، اوملات داره، کلن. وونس تو این کلن، تو کلن زندگی میکنی؟ محترمانش کن. وونن زی این کلن. بعدی ایست موده. مثالش دیده بودیم دیگه، یعنی او خسته هست. سوالش کن ایست موده، آیا او خسته؟ مؤنثش کن ایست زی موده. بعدی kommt sie aus Paris. داره خوشگل میشه. ich komme aus Berlin. اوکی. sie kommt aus Paris. او از حالا سوالیش کن kommt sie aus Paris. آیا از پاریس میاد؟ kaufst du. kaufen خریدن، میخری؟ kaufst du میخری. بعدی gehen sie nach Berlin. آیا به برلین میرید؟ بله. ممکنه معناش چی بشه؟ آیا آنها به برلین میروند؟ بله این معنا رو ممکنه بده. اما اگه فرض بگیریم معنی توی محترمانه میده، گهن زی ناخ برلین، آیا به برلین میرید؟ خودمونیش کن چی میشه؟ گست دو ناخ برلین. بعد نکن گست دو ناخ برلین. آیا به برلین میرید؟ جوابش هم بده. یا ich gehe nach Berlin. آره من میرم برلین. wohnen Sie in Leipzig. آیا تو لایپزیگ زندگی میکنید یا میکنند؟ بله جفتش میتونه باشه.
wohnt sie in Leipzig؟ آیا او تو لایپزیگ زندگی میکنه؟ ببین اینجا این دوتا رو کنار هم آورده برات. چرا این دوتا رو کنار هم آورده؟ تا قشنگ بهت نشون بده. ببین یه بار دیگه بهت نشون بده، همونطور که 600,000 بار امشب نشون داده بود بهت که چی؟ که آقا ایها الناس، ما 3 تا زی، زبونم دیگه مو در آوردن گفتم، ما 3 تا زی داریم تو زبان آلمانی. بنویسم این 3 تا زی اینجا. انقدر نشونتون میدم این ویدیو تموم شده باشه دیگه بگید بابا فهمیدیم، دست از سرمون بردار. 3 تا زی داریم. اوکی، رنگش هم عوض میکنم خوشگل بشه، نگید همش با یه رنگ برامون میمیسه. 3 تا زی داریم. یک زی معنای او میداد از نوع مؤنث، یک زی معنای آنها میداد مشخص، یک زی معنای شما میداد به معنای توی محترمانه. اوکی، زی به معنای اوی مؤنث صرفش ت میداد، این دوتا صرفشون ایه میداد. یعنی امکان نداره این دوتا تو یک جمله به فکر کنی خب یعنی معنی او میده یا معنی شما میده، چون اصلا صرفشون متفاوته. سوالو ببین، wohnt sie in Leipzig این یک معنی بیشتر نمیتونه داشته باشه به معنای اینکه آیا او تو لایپزیگ زندگی میکنه. این او هم یه خانومی رو داره اشاره میگه، دختر یا فرد مؤنثی. اما بله wohnen sie in Leipzig بستگی داره دیگه، ممکنه معنیش این باشه آیا شما تو لایپزیگ زندگی میکنید، یا معنیش این باشه که آیا اونها اما این تفاوت او با آنها و حالا شما محتمانه رو دریابید. دریابید یعنی حواس باشه. الان اولین سوال این یکیه، جوابش چرا رفت بعدی برای رقم لحظه، این یکیه جواب ایشون، اینو ناکن، جواب ایشون میتونه این باشه یا wohnen sie in Leipzig یا sie wohnen in Leipzig. آره اونا تو لایپزیگن. اگرم مخاطبت این باشه که آیا شما تو لایپزیگ زندگی میکنید یا ich wohne in Leipzig. حالا جواب این یکی چی میتونه باشه؟ wohnen sie in Leipzig آیا او تو لایپزیگه؟ nein sie wohnt in Köln مثلا. نه او تو کلن زندگی میکنه. ببین قشنگ میخوام این حس بگیری، قشنگ با من پیش بیای، با هم دیگه کیف کنیم. من اینا رو هم پاک کنم اینجا، قشنگ این لامپامون که خوشگل هستش خوشگل بمونه. یعنی بریم سراغ الان بعدی. خب مثال بعدی چه؟ بیست تو اوس ایتالیان، آیا از ایتالیا هستی؟ دیگه چی میتونست بگه؟ کومست تو اوس ایتالیان، برای همین معنی میداد. درست. بعدی get ihr nach Köln، حالا جمع بسته get ihr، آیا شماها میرید به کلن؟ شماها. بعدی sprechen Sie Deutsch، آیا شما آلمانی حرف میزنید؟ حالا میتونه معنی آنها رو هم بده. بله sprechen Sie Deutsch. جوابش مثلا اگه به شما اگه بگه که آیا شما آلمانی حرف میزنید، جوابش چیه؟ یا ich spreche Deutsch، شماره تر، یا ich spreche Deutsch. سوال بعدی trinkst du Tee، قصد دیگه trinkst du ت درسته، trinkst du Tee دیگه داریم یکم پا رو فراتر میذاریم دیگه بگو آره فراتر میذارم، من انرژی دارم، من اصلا ذهنم فعاله، میذارم، معلومه که میذارم. بله آیا چای مینوشی؟ ببین مفعولم آوردیم، بله بیاریم، مشکل نداره که فعل و فاعلش نه. دو ترینکس ته، تو چای مینوشی. دو ترینکس کافی مینوشی، جای فعل و فاعل عوض میشه. محترمانش ترینکنزی. بعدی محترمانش آورد. اینا اومده تو یه قاب، چقدر خوشگل اومده تو یه قاب نشونت داده. ببین تو یه قاب اومده بهت نشون داده که حالت خودمونی، حالت محترمانه. بعدی فاغنزی هویته، آیا امروز میرید؟ حالا ممکنه معنیش چی باشه؟ آیا امروز میروند؟ بله اینم درست. فرق فاغن هم گفتیم، فاغن یعنی با بس نقدیه داره. حله. ببین چقدر خوب شد، چقدر ناز شد، چقدر اصلا کیف کردی. اینا رو سعی کن یه بار خودت جوابم بدی، یه بار مرور کن. جواب 20 aus ایتالیان چه؟ خب بله یا ich bin aus ایتالیا، نه یه چیز دیگه، nein ich bin aus Deutschland مثلا. بعد الان می‌خوایم یه ویدیو ببینیم. اینو اوکی شو تمرین کن، بعد بیا اون ویدیو الان ببین. اونم همینه، سوال جواب، برای اینکه قشنگ تو ذهن بمونه. بعد از اون چیه؟ تازه می‌خوایم بریم کیف کنیم، پامون رو فراتر بذاریم، بریم سراغ وفقاگه. هستیم در خدمتتون. اما قشنگ دل و قلبه بده، بریم ادامه کار ببینیم که چند میشه. بریم سراغ ویدیوه، یه ویدیو تمرینی ببینیم، سوال و جواب، ذهنمون بیشتر باز بشه. از همین سوالا هم استفاده میشه برای اینکه تکرار بشه و بیشتر کیف کنیم. Kommst du heute? Ja, ich komme heute. Bist du in Berlin? Nein, ich bin in Köln. Trinkst du Tee? Ja, ich trinke Tee. Bist du müde? Nein, ich bin energisch. بریم سراغ وفقاگه ها. ویدیو قبلی هم دید دیگه.
رواله. بریم سراغ وفقاگی ها ببینیم که اینا چی به چی هن، چی جوری هن. اول با کلمات پرسشی که حالا ما سعی کردیم به درد بخورترین ها و پرکاربردها چیزی که الان فعلا برای شروع ببینیم و آشنا بشین باشون رو براتون بیاریم، آشنا بشین باشون. واه میشه از کجا. چی شد؟ واه از کجا. وان میشه کی. همین چیز بگم بچه، یه واژه هم در آلمانیا ون به جای آ ای بذار، ون، اون یه معنا دیگه میده، با این قاطی نکنید. وان میشه کی. وی چطور. و چه کسی. واس چه چیزی، چه چیزی، همش درست. ووهین به کجا. و کجا. ببین تو حوزه کجا متفاوته. اگر بخوایم بگیم کجا هستی ها، کجایی، میشه و. اگر بخوایم بگیم به کجا میری، ببین ووهین. اگر بخوایم بگیم از کجا میای، مثلا واهر، ببین فرق داره. وی چطور، و چه کسی، واس چه. کلمه پرسشی دیگه هم هست، مثلا مثل ولشه یا ولش که میشه کدام. آشنا میشیم کم، ولی فعلا برای شروع اینا اوکی برامون. راجع به وی هم یه چیز بگم، وی معناش میشه چطور، الان مثال میبینیم، ولی برای پرسیدن اسم هم استفاده میشه، خواهیم دید مثالشو. اوکی. برای پرسیدن اسم هم استفاده میشه، ولی معنی اصلیش اینه که چطور. اینو دیدی، نوشتی، نمیدونم نوت برداشتی، اسکرین شات گرفتی، با چشمات سیو کردی، هر کاری، اینا رو داری. بریم مثال ببینیم ازشون. مثال ببینیم لذتش هم ببریم. این تیترمون هم یه چیز کم داره. و چی میگم دی، و فقاگه بعد فعل بعدش فاعل. خب بریم مثالاش چک کنیم. همه اولی. woher kommst du؟ از کجا میای؟ چقدر باحال شد. woher kommst du؟ جوابش چیه؟ تمام. الان دیگه شما اصلا اینو در لحظه گفتی، من مطمئنم. woher kommst du؟ از کجا میای؟ ich komme aus، حالا هر جایی. ich komme aus Iran، ich komme aus Deutschland. ایران درستش میشه ich komme aus dem Iran. بعدن جنسیت ها رو بخونید، میگم کار ندارم. ich komme aus Deutschland، ich komme aus Berlin، فلان جا، این ور اون ور، هر جا. محترمانش کن سوال بپرس. woher kommen Sie؟ احسن، از کجا میایید؟ ببین جایگاه یک کلمه پرسشی، جایگاه دو فعل، بعدش فاعل قرار گرفته. حالا بعد مفعول غیر هر چی دیگه است باز بعدش اضافه میتونیم بکنیم. بعدی این همون کاربرد ویه. ببین با فعل هایسن، با فعل هایسن اگر وی بیاد معنای پرسیدن اسمی. اینجا معنی چطور نیستا. وی هایستون اسم چیه؟ اینجا استثناء، این حالت استثناء، حالت استثناء کلمه پرسشی وی با فعل هایسن به معنی چیه؟ چطور. چرا شده هایست اینجوری شده؟ ببین دارم باز تاکید می‌کنم. هایسن فعلش اینجوری با ست دیگه. خب اگه اینش حذف بشه میشه هایست. این هایست چون خودش صدای سه میده دیگه، دو یه استی نمیزنن، یه دونه تی فقط براش میزنن. وی هایست تو. محترمانش کن وی هایسنزی. بچه بیاین دیالوگ بگیم. وی هایسنزی، اسمتون چیه؟ Ich heiße Maria. Ich heiße Ben. بگو او اسمش چیه؟ Wie heißt er؟ مؤنثش کن. Wie heißt sie؟ بعد اون چیزی که بعدی پاسخش چیه؟ Sie ist Katja یا sie heißt Katja. ببین ذهنتو باز کن، همش میشه اوکی، مشکل نداریم. بریم مثال بعدی. بعدی چیه؟ Wo wohnst du؟ کجا زندگی میکنی؟ محترمانش کن. Wo wohnen sie؟ پاسخش هم بگو همین الان. میتونیم باز از اول. Wo wohnst du؟ Ich wohne in Berlin. همه اینا مشخصه دیگه. اون زرنگا گرفتن. واه پاسخش با آوس میاد، چون میگه از کجا میاد. قاعدتا باید بگه که ایش کوم آوس. و پاسخش با چی میاد؟ با این میاد. Wo wohnen Sie؟ Wo wohnst du؟ Wo wohnt er؟ Ich wohne in. Er wohnt in. ببین معلومه. Wer ist er؟ اون کیه؟ و میشه چه کسی دیگه؟ او چه کسیه؟ Wo wohnt sie؟ همون گفتیم. او مؤنث کجا زندگی میکنه؟ Was kauft sie؟ چی میخره؟ ببین چی میخره؟ Was kauft sie کلمه پرسشی فعل فاعل. چی میخره؟ همین واس رو معلوم بکنم وان چی میشه؟ کی میخره. وان kauft sie کی میخره. اصلا بذار بکنم و kauft sie کجا میخره. wohin gehen sie کجا میرید. حالا ممکنه باشه کجا میروند. به کجا به کجا میروند، به کجا میرید. خودمونیش کن، بگو تو کجا میری. wo gehst du؟ نه غلطه. wohin gehst du؟ wohin gehst du؟
پس ببین خیلی مهمه و یعنی کجا، اما این وقتاست ما تو فارسی این به رو کجا میری منظورمون چی؟ یعنی به کجا میروی. هر جا خواستیم میگیم به کجا میشه وهین. ووننزی ببین اختصار مثالشو داری میبینید. فرض بگیم اینجا زی منظور توی محترم شماه. وهین گینزی کجا میرید؟ ووننزی کجا زندگی میکنید؟ وی هایسنزی اینا همه رو فرض بگیرید زی منظور شماه محترم است. اسمتون چیه؟ واه کمت ایا شماها از کجا میاد؟ به کلاسی میگی، به جمعیتی داره میگی. این الان جوابش چیه؟ استوب بزن جان من فکر کن جوابش چیه. استوب قطع کن. قطع کردی. این چیه؟ تمام آفرین اونی که گفت. ای جان اونی که گفت. رنگ عوض کنم حساسیت بره بالا. انگار داره بولکش جام جهانی اعلام میکنه. میشه چی؟ ویا آفرین. کم نمی‌نویسم بعد کومن اوس. شماها داره میگه ایاه میگه شماها از کجا میاد؟ خب جوابش چیه؟ ما از فلانجا میایم دیگه. woher kommt er؟ او از کجا میاد؟ به جای er بذار بن. woher kommt بن. حالا و kommt. بچه سر و یه نکته دقت کن. و یعنی چه کسی؟ ما فرممون چی بود؟ کلمه پرسشی فعل فاعل. پس ممکنه وقتایی پیش بیاد میگم ما مثلا داریم راجع به خود فاعل داریم سوال میپرسیم. واضحه دیگه. و kommt کی میاد؟ ببین من دارم راجع به فاعل سوال میپرسم. و kommt کی میاد؟ باز اصلا طبیعیه که من کلمه پرسشی فعل فاعلی ندارم که بزنم، چون دارم راجع فاعل سوال میپرسم. اینم ممکن پیش بیاد. واس ترینکس تو چی می نوشی؟ ببین چقدر پا رو فراتر گذاشتیم. محترمانش کن. واس ترینکن زی جوابش چیه؟ ایش ترینک کافی مثلا. ایش ترینک واسا. واسا میشه آب. ایش ترینک واسا. بعدی چی میگه؟ واس ترینکن زی. این آورده قشنگ همین دوتا کنار هم گذاشته. اینجا مشخصه که اینجا منظور شماه، چون با دو آورده. قشنگ تفاوت رو ببینید. محترمان خودمونی. ولی علاوه صرف جمله واسه این کسی ممکن معنی آنها رو هم بده. آنها چی میشه؟ وهین فاغنزی کجا میرید؟ کجا میروند؟ درستش دواشه به کجا میرید؟ به کجا میروند؟ ترجمهش کرد. چرا کلمه پرسشی وان مثال نذاشتیم؟ چون شما توی درس 4 اساسی راجع به ساعت و زمان میخونید. اون گذاشتیم اونجا تمرین کنیم. چون بعداً کلمه پرسشی کدام که میشه ورشو بررسی میکنیم. اونو گذاشتیم جای خودش. به چه کسی، چه کسی را اینا، اما فعلا اینو یاد بگیر. این اساسی ها. از کجا به کجا، کجا چه چیزی، اینا رو فول شو. اینا رو مثال ببین ازش. همین علامت دیالوگ بنویسی خودت. که همین از خود سوال بپرسی. یه باری همینا من میپرسم تو ببینم میتونی جواب بدی. وا کامست تو؟ من خودم آروم جواب میدم. خب اما تو قبل جواب من بگو. وا کامست تو؟ Ich komme aus Berlin. Wie heißt du? Ich heiße Ben. Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. مثلا یا اصلا همون ich wohne in Berlin جفته درست. آقا کی گفته woher kommst du؟ حتما باید بگی که من از فلان کشور میام، نه بگو از فلان شهر میام. مشکل نداره. ولی متداول ترین که میگن من مثلا از فلان کشور میام، ولی شهرم میشه گفت. وونسو هم همینطور متداول ترین شهر میگم، من میتونی بگی تو فلان کشور. ich wohne in Deutschland مشکل نداره. Was trinkst du؟ ich trinke Kaffee. حالشو ببر. بریم یه ویدیو از اینم ببینیم. یه ویدیو از اینم ببینیم. اینم جا بیفته. اینم باش عشق کنیم. اینم حال کنیم. اینم لذت ببریم. دیالوگا شروع شده. پرسیدن سوال هم شروع یاد گرفتیم ها. دمتون گرم. یا ناین فقاکه چجوری بود؟ جای فعل و فاعل عوض. اینجا چجوریه؟ کلمه پرسشی فعل فاعل. حالشو ببرید. فعلا یه نفس بگیرید بریم. حتی من نفس بگیرم، شما برید ویدیوشو ببینید. در خدمتتون هستیم. Wie heißt du? Ich heiße Matt. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnst du? Ich wohne in Leipzig. Was trinkst du? Ich trinke Tee. خب نوبتی هم باشه، نوبت جنسیت هاست. میخوایم بریم سراغ این مبحث و راجبش توضیح بدیم که بخش ششمه. تقریبا داریم به بخش پایین درس یک میرسیم دیگه. اصل کار گفته شد. اینم جز اصول ها، اما این چیزیه که حالا میگیم الان خدمتتون پیچیدگی خاصی نداره. منتها اصل گفته شد این مونده و یک سری یک بخش کوچکی از اعداد که حالا گفته میشه خدمتتون. بریم سراغ جنسیت ها. بریم توی کار. یعنی چی جنسیت ها؟ ما فرض رو برای میذاریم که هیچ چیزی نشدیم و
توضیح نداشتید. صدای میکروفونم بود که افتاد. به خیر گذشت. خب خوشبختانه یا به قول اکثر زبان آموزان متاسفانه اسامی در زبان آلمانی جلوی جنسیت هستن. ببین یه لحظه همین الان بگم. ما سه تا جنسیت داریم: مذکر، مؤنث، خنثی. فکر کنم این تو همین درس یه اشاره‌ای بهش داشتیم اون اوایل، اما الان دقیق‌تر بررسی کنیم. موقع داشتیم فاعلا رو میگفتیم تو زمان فعالی اشاره داشتیم. این ببین اصلا این الان چرا داستانه؟ چرا؟ چون این مؤنث و یا مؤنث مذکر و یا خنثی بودن به معنای این نیستش که آقایون یا حالا آدم‌های مذکر، انسان‌های مذکر، حالا پسر، مرد، هر چیزی، اینها جنسیتشون مذکره، خانوم یا حالا بانوان، چه دختر چه زن مثلا مؤنثن و همه بقیه اشیا خنثی. تا خانوما مؤنثن آقایون مذکرنشو باهاش هستم. ولی نکتهش اینه اشیا خنثی نیستن. اشیا همه مدلی هن. یعنی چی همه مدلی هن؟ یعنی به این مثال واضح بزنم برات. خود واژه لباس مؤنثه، کلایدون. پیراهن مردانه خنثی، همد. کت شلوار مذکره، آنسوگ. شلوار مؤنثه، حوزه. ببین چه شرف شوربایی. لپتاپ مذکره. گوشی، هاندی، خنثی. تاشه، کیف، مؤنثه. اصلا این وضعیتیه. ببین یعنی اصلا ما تو آدماش مشکل بود. اصل گرفتاری کجای؟ تو اشیاء. اصلش اینجاه که مشکلات پیش میادش. مثلا بوخ، واژه کتاب چیه؟ خنثی. واژه رستوران، رستاورانت، خنثی. ببین واژه پارک مذکره. واژه اشتات به معنی شهر مؤنثه. دیدی؟ یعنی در کلمات و لغات آلمانی آسمون، کوه، دشت، دریا، دیوار، همشون جنسیت دارن. همشون. چی شد؟ همشون. ببین چای، لیوان، میکروفون، میز، قلم، صفحه. ببین هر واژه‌ای که به ذهنت میرسه بگو، هر چی تو میگی جنسیت داره. حالا یا مذکره یا مؤنثه یا خنثی. الان توی این بخش، توی این درس میخوایم در واقع با آرتیکل های شناس آشنا بشیم. شناس یعنی چی؟ من بر اونایی که انگلیسی بلدن یه مثال بزنم. بچه‌ها تو انگلیسی یه چیز داشتیم به نام داریم. بوک. بوک. این یعنی چی؟ این معمولا معنای چی میده؟ اینو آن میده. یعنی این کتابه. یه کتاب نه، یعنی این کتابه. این کتاب. ببین اون کتاب، این میز، اون مرد. ببین آرتیکل شناس، آرتیکل معنی اینو آن میده. معمولا 70-80%. این میشه آرتیکل شناس. آلمانی هم همینه. مذکر یا آرتیکل داره، ولی دیگه ما تو انگلیسی یه د میگفتیم فاکتور برای همه کلمه. آلمانی نه. مذکرش برای خودشو داره، مؤنثش برای خودشو داره و خنثی هم برای خودش داره. اصلا اینه که نشون میده این اسم مذکره، وگرنه لپتاپ میشه لپتاپ. یعنی چی؟ مذکر مؤنثش کجاش معلومه؟ ها اون آرتیکلی که باهاش میاد معلومه، جنسیتی که همراشه. آنسوک میشه کت شلوار مذکره، مذکریش کجا معلومه؟ تو آرتیکلی که باهاشه. نشون میده شناسنامشه، بارکدشه. بارکدش اینه که این مال مؤنث مذکر خنثی. میخوایم آرتیکل شناس رو بشناسیم. چرا میگیم شناس؟ چون بعداً یک ناشناسی هست، تو درسای جلوتر آشنا میشید. شناس یعنی چی؟ یعنی معنای این و آن میده معمولاً. ناشناس نیست. حالا ناشناس رو کار ندیم. آرتیکل یا نشانه مذکر میشه ماسکولین. آرتیکلش چیه؟ د. آرتیکل یا نشانه مؤنث میشه فمینین. آرتیکلش چیه؟ دی. آرتیکل یا نشانه خنثی، نویتقال، میشه خنثی. چیه؟ داس. دی، داس. مذکر، مؤنث، خنثی. اینها مثل یک بارکد همراه اسم می آیند. پرانتز باز، طی یک شرایط خاصی ممکنه بگیم نیاز نیست آرتیکل بذاری، اما در مجموع شرایط خاص رو بذار کنار، بعداً میخونی. اینها همراه اسم باید باشن. همراهش میاد.
اوکی. خب چیکار کنیم؟ من از کجا بدونم این مذکر این مؤنث این چجوری بفهمم؟ راهی داره بفهمم؟ ببین اصل بر اینه که خیر، راهی نیست. اما یه سری کلک داریم. ببین اصلش بی قانونه. این که واژه ببین وقتی میگم چیز مثال بزنم، وقتی میگم آرتیکلا با اسم میان یعنی چی؟ یعنی شما لپتاپ خالی نداریم در لپتاپ هستش که هست. das بوخ کتاب بوخ. دی تاشه چه همینجور کجکی ترم دارم میمیسم. یکی نگاه کن. ده مان، بله واژه مرد مذکره. دی فقا واژه خانوم مؤنثه. داس همد پیراهن گفته بودیم خنثی. قیافش میشه نه. یک سری کلک داریم، زیادم هست، میگیم چند تاشو اشاره میکنیم براتون همینجوری کم کم. مثلا میگم مثلا اونهایی که واژه هایی که آخرشون اونگ داشته باشن مؤنثن. کلایدونگ یعنی لباس مؤنثه. مثلا اونایی که آخرشون سیون داشته باشن تی آی او ان گفتیم صدای سیون میده، آخر سیون داشته باشه مؤنث. اونایی که آخرشون اق داشته باشن معمولا مذکرن. اونایی که آخرشون ا داشته باشن معمولا مؤنثن، همیشه نه. مثلا واژه نامه یعنی اسم، واژه نایبانه اسم در نامه همیشه نیست، ولی اکثر اونایی که آخرشون ا داره مؤنث 80%. اونایی که آخرشون اق داره گفتیم 90%، خیلی اکثرا میشه گفت مذکر. اینجور کلک ها هست. اما آقا واژه تیش یعنی میز. من از کجا بفهمم این میز مذکره؟ هیچی، باید به مرور یاد بگیری. درتیش دیدی؟ آره واقعا همینا. تعارف شروع. واژه آوتو میشه ماشین. من از کجا بفهمی الان داس خنثی؟ هیچی، به مرور یاد بگیری. به مرور باید یاد بگیری. یک نکته اینجا بیان کنم راجع به سیاست گذاری این بخش. ببینید بچه ها، شما الان در شروع زبانید. اوکی، فعل رو یاد گرفتید، صرف فعل فلان، با آرتیکل هم آشنا شد. ببین اینا همراهش میادا. اینا همراه اسم یعنی چی؟ یعنی بذار یه جمله بگم، بذار من تیکشو پاک کنم برای اینکه باز این همراهش میاد یعنی چی؟ یعنی اصلا شما خواه نخواه میاد، اینو مجبوری با اسم بذاری بیاری. اینجا من یه جمله میخوام بنویسم. نگاه کن اینجا رو. من میخوام بنویسم من میخرم اون ماشین رو. ببین با هم بنویسیم. من میخرم اون ماشین رو. ایش فعل اونم چی میشه؟ کاوفن. ایش کاوفه. ببین اون ماشین رو، اینو باید با چی نشون بدم؟ آها، داس آوتو. آوتو هم اینجا بزرگترشو بنویسم اینجوریه دیگه. آوتو اونورم نوشتم. ایش کاوفه داس آوتو. چرا ای با حرف بزرگ اینا رو تو بخش نوشتار و نکات نوشتاری، نکات شقایبن درس میبینی. ولش اینجا. ببین مجبوری داسو بذاری براش. اینو چیزی میکنه نشون. یه همراهش شناسنامه‌شه. خب حالا میخوام نکته دیگه. ببین جمله باشه. آقا تو همین امروز مثالایی زده بودی که توش لغت بود ولی جنسیت بعضی وقتا نذاشته بودی و میگم یک سری حالت خاص جنسیت نمیخواد و اینکه خب اون موقع شما هنوز یاد نگرفته بودید که ما بگیم، یعنی آموزش پله پله است. خلاصه حالا بیا اینجا. اینا حتی فاعل جمله باشن. باز من یه مثال دیگه، اینا فاعل باشن. آقا میخوام بگم اون مرد میاد. این اون مرد میاد چی میشه؟ دقیقاً همین میشه ده مان کومت. اون مرد میاد. مان با دو تا انا. ببین اون مرد میاد. اون خانوم، ببین هر چیز این باشه، این هست. یکی دیگه بخوام اون کتاب اینجاه، بالا دارم می‌نویسم. Das Buch، اون کتاب ist hier. هست اینجا، فعلا جایگاه 2. اوکی میفهمی؟ این باشه. خب میخوام یه چیز بگم رفقا. شما باید اسامی رو با آرتیکلش یاد بگیرید. در این شک نکنید. اسامی رو باید با آرتیکلش یاد بگیرید. باشه؟ رواله؟ حله؟ اوکی. اما نکته چیه؟ نکته بخش جمله سازیتون. ببین آرتیکل ها مهم، من نمیخوام بگم مهم نیست، خیلی مهم. اما بخش جمله سازی، بخش صرف فعلتون، بخش فاعلتون، بخش حرف زدنتون، بخش همین دیالوگ گفتنتون رو در اولویت زبان قرار بدید بعد آرتیکل. یعنی الان شما آرتیکل باید یاد بگیرید. همینجوری کم کم باشه. الان همین چند تا یاد گرفتم دیگه. داس آوتو، د تیش، دمان، داس همد، داس بوخ، دی کلایدونگ.
همین الان یاد گرفتم، تو کتابتون هم هست. انقدر با هم دیگه متنای مختلف میخونیم، انقدر صحبت به مرور اصلا ناخودآگاه یه سری چیزا رو حفظ میشوید در مسیر زبان، ناخودآگاه حفظ میشید، میدونید مؤنث این مذکر. و طبیعی هم هستش که هر روز لغات جدید با آرتیکل جدید. میخوام چی بگم؟ نکته ظریفیه که از زبان آلمانی زده نشید یا نه، این نکته است، این یه چالنجی هست، این یه هراوسفوردرونگی هست. هراوسفوردرونگ یعنی چالش. اون باهوش الان میگن یعنی مؤنث واژش، بله چون آخرش اون داره، هراوسفوردرونگ مؤنث. خب میخوام اینو بگم، یه چالشی هست، اما این چالش نباید اصل بشه تو زبانتون. بچه‌ها دارم یه نکته خیلی مهم و جا میندازم براتون. مهمه، بله مهمه، کسی نگفته آرتیکل. چرا الان هر اسمی دارین یاد میگین با آرتیکلش یاد بگین. خب آوتو میشه ماشین، نه داس آوتو میشه ماشین، یادت باشه. داس کرانکنهاوس بیمارستان، در پارک، دی اشتات. ببین، اما اصل چیه؟ این اصل نه، این رو پله اهمیت دوم سوم. مهمتر از این چیه؟ مهمتر از این اینه که الان تو صرف فعلت قوی بشه. مهمتر از این اینه تو الان فعل جایگاه دو بذاری، جمله پرسشی بپرسی، دیالوگ رد و بدل کنی. گرفتی؟ ببین اینا الان مهمترن ها. اینا مهمترن تا این. بله اینم یاد بگیر. اینو دارم میگم نه فقط برای الان یه صرف فعل ساده که تو درسی خوندی، الی آخر. مهمترها اینه تو جمله بندی تو بسازی. فعل چجوری میشه، گذشته چیه، فاعل چجوریه، قید کجاست، اینا اوکیه. اوکی بله، در درجه دوم اهمیت. بعد از این جنسیت دارم میگیره، اما الان نه جنسیت رو برای خودت اصل کن. اصل خب الان ما در و دیوار خونه پر بشه از کلمات آلمانی همراه با جنسیتاشون همه رو بچسبونیم، نه این کار بده، خیر، اما نباید اصل بشه. الان تو اصلت باید جمله سازی باشه، هی با ایش جمله بسازی، هی با ار جمله، هی دیالوگ رد و بدل کنی، هی تمرینات حل کنی، باشه کنارش هر روز چند تا کلمه جنسیتش هم یاد بگیر. میگیری؟ این بخش اهم و مهم. این مهمه بله، اما اهم یعنی مهمتر چیه؟ مهمتر چیه؟ آره جمله سازی مهمتره. دیالوگ رد و بدل کردن بهتر کمک میکنه به حرف زدن من. لذت بردن از زبان من بیشتر میشه. یه نکته دیگه بگم، اکثر بچه‌ها بیندم اینو همون اول دارم محکم میکوبم تا تهش بریم. ما میخوایم جاده آلمانی رو صاف کنیم، خوشگل بریم تا تهش با سرعت بالا. دلیل اینکه بچه‌ها با زبان آلمانی حال نمیکنن، خیلی‌ها سخته فلانه، نه واقعا چیز دیگه سخت نیست. همین تو صرف فعل بود یاد گرفتیم، صرف صفت، چیزای مختلف است، بعدم میخونیم آرتیکل. میگم آرتیکل کلمه رد بیاد اینجوری میشه مودال. واقعا اتفاقا قانونمند بودنش کمک میکنه. اما بیشتر، نمیگم همه، به تجربه میگم بیشتر بچه‌ها دلیلش اینه که این جنسیت رو اصل میکنن. تو اگر اینو اصلش کنی صبح تا شب دغدغت میشه که این مذکر بود یا این مؤنث بود، این مذکر بود این مؤنث بود، اون خنثی بود. اگر دغدغت بشه این چیز مهمتر، یعنی دیالوگ گفتن، یعنی جمله ساختن، یعنی حرف زدن رو از دست میدی و آلمانی میشه یک زبان خشک، به درد نخوره، نچسب، حال به هم زن. اما اصل تو بذار صحبت کردن. حتی من به بعضی از بچه‌ها پیشنهاد میدم، میگم برای شروع کار اگر جای آرتیکلی اسمی رو نمیدونستی نذار، برو بعدن یاد بگیر، حتما برو یاد بگیر، حتما. الان همین گفتم یاد نگیرید مثلا دی تاشه میشه کیف، نه اصلا میگم یاد نگیرید که تاشه میشه کیف، برید یاد بگیرید که دی تاشه میشه کیف. من همین الان میگم اینو، این اوکی، این سر جاش. اما برای شروع کار اگر جای آرتیکل اسمی رو نمیدونستید هم نذارید به چه معناست، برید یاد بگیرید آرتیکل چی بوده، اما دیالوگتون رو بگید، اما حرفتون رو بزنید، اما جمله‌تون رو بسازید. اون بشه اصل. در کنارش اینم پله پله بیاید و بهترش کنید. روال الان اوکی، این الان تا اینجا هرچی گفتم جا افتاد دیگه. خدا باشم خب تون نکردم، خودم دورتون زدم. حل شد، دمتون گرم. دو تا نکته دیگه بگیم، من این سفر رو یه پاکسازی بنمایم، بعدش چند تا نکته باز هم راجع به جنسیت رو بگیم، چون این مفهومش نیاز بود که جا بیفته براتون و ادامه بدیم. اولندش که ما راجع به جمع هنوز چیزی نگفتیم. جمع هم بذارید بگم بهتون، جمع هم آرتیکل داره طبیعتا. مذکر، مؤنث، خنثی همشون مفردن دیگه. جمع هم آرتیکل داره. آرتیکل جمع چیه؟ شبیه مؤنثه. آرتیکل حالت خب آرتیکل حالت جمع میشود دی، شبیه مؤنث. دقت کن
چه اسم تو مذکر باشه، چه مؤنث باشه، چه خنثی، جمعش میشه دیا. هیچ فرقی نداره، جمع همشون میشه دی. مثال د مان میشه اون مرد یا این مرد، جمعش دی منا. حالا بعداً جمع کلمه ها رو هم در آلمانی بررسی میکنیم، حالا کار نداره. و جمعش نگوش، من با الان آرتیکل رو بچسب شده دی. دی فراو، این اغه، دی فراو، اون خانم یا این خانم، جمعش دی فراون. چه آرام شبیه وی میشه. داس بوخ، جمعش دی بوشا. سه ها گفتیم با او صدای خ میده ولی با او املات صدای ش میده. داس بوخ دی بوشا. پس چه اسمت مذکر باشه، چه مؤنث باشه، چه خنثی، جمعش آرتیکلش دیه. دردیداست میشه دی. این هم از این نکته. یه چیز دیگه هم بگیم. ما گفتیم تقریبا همه کلمات، میگم هر چی تو ذهنت میاد دیگه، آسمون، کوه، دشت، دریا، پتو، همه جنسیت داره. ولی کشورها همشون جنسیت ندارن. چی شد؟ خوب حواست باشه. کشورها همشون جنسیت ندارن. دویچلند جنسیت نداره. دیدی ما توی مثالایی که زدیم تو چند مثلا دقیقه قبل، تو بخش قبلی سعی کردیم از کشورهای استفاده کنیم که جنسیت ندارن. دویچلند جنسیت نداره. بر هم دیدی که ایشکم این دویچلند چیزی باهاش نبود، آرتیکلی همراش نبود، چون گفتیم آرتیکل بارکد اسمه، باید باش بشه مگر جای خاص که بعدم میگیم آرتیکل بارکدشه. حتی یه سری جا ممکنه معنی این و آن نده. آقا من تو فرض بگیریم آلمان جنسیت داشته، من تو آلمان زندگی میکنم، من دارم میگم من تو این آلمان زندگی میکنم، نه، اما لزوما معنی این و آن نمیده، اصلا شاید معنا نده اما میاد چون بارکدشه همراش هست. اوکی. خب دویچلند جز اوناییه که آرتیکل نداشتش، اما بعضی کشورها که الان میگیم هستن در زبان آلمانی که آرتیکل دارن. نمیخواد حفظشون کنی، فقط میخوایم منباب دونستن بگیم خدمتتون، یعنی اصلا نیازی نیست. خب اونی هم که مثلا نیاز بلد باشید، حالا میگم کشور خودمونه دیگه، ایران شاید خیلی به درتون بخوره که اگه بخواید بگین من از فلان جا میام یا مثلا تو ایران زندگی میکنم به درتون بخوره که ایران مذکره. خب بریم یه صفحه دیگه، بریم اونجا بررسی کنیم این بحث جنسیت کشورها رو. ناکن اینجا رو قشنگ لیست کردم. الان میگم اصلا نیازی حفظ کنین. ایران اولم گذاشته تو بخش مذکرها هستش. یمن مذکره، عراق مذکره، چه میدونم سودان مذکره، واتیکان مذکره، باز جمهوری کنگو، بخش خود واژه کنگو، اینجا میگم خود واژه کنگو مذکره، اون جمهوری کنگو مؤنثه با دی آورد. باز پای ناکنده شوایتس مثلا اینا مهمه. شوایتس مهمه دیگه. سوئیس چیه؟ مؤنثه. بعد اوکراین مؤنثه. ترکیه مؤنثه. بعد اومد اینجا دیگه، حالا بعضی هم که حالت جمع، مثلا USA با دی میاد، اما این دیش دی پلوراله، یعنی دی جمعه. این کشورها اینجوری میاد، مثلا میگه با دی میان ولی بدون دی مؤنث نیست، تا دی جمعه که برای این USA شاید مهمترینش باشه. عمان هم مثلا مذکر. حالا این لیست اصلا نیازی یاد بگیری، شاید مثلا نهایتا سوئیس و آمریکا و همون ایران و اینا به دردتون بخورن. بعیده که جای دیگه خیلی، که ترکیه مثلا شاید حتی ترکیه هم شاید مؤنث بودنش به درد بخوره. اوکی، برگردیم صف خودمون. راجع به ایران نکته بگم، من اینو یاد بگیرید بعدن. اصلا هنوز ما بحث داتیو آکوزاتیو مثلا خیلی جلوتر یاد میگیرید، ولی بدونید که ایش، اگه میخوام بگیم من از ایران میام، میشه ایش کامه. دقت کن ایران مذکر بودا، اما آوس دم ایران. دم چی آقا؟ ما اصلا در و دیو داشتیم، ولش کن، نه یا الان توش به وقتش میگم. فقط بدون ایران مذکره، اما اگه بخوام بگم من میام از ایران میشود ایش کم آوس دم ایران. حله. اینم از مبحث جنسیت ها، اینم از این مبحث دیگه. هیچی نمونده از این درس، یه اعداد مونده. انرژی بگیر نیفته، انرژی تا داره تموم میشه دیگه، آخرشیم. بریم سراغ بخش هفتم، حسن ختام گرامر درس اول. اعداد رو شروعی بکنیم.
اعداد خب داستان داره دیگه، شما اعداد 2 رقمی داریم، 3 رقمی داریم بالاخره. الان برای شروع کار میخوایم اعداد 1 تا 10 رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم و یاد بگیریم 1 تا 10 و حالا بقیهش رو انشالله تو درس آینده خواهیم دید. یه توضیح بدیم و بعد یک ویدئو هم ببینیم و تموم بشه بحث گرامر درس 1 جمع بشود. خب بریم ببینیم اوضاع از چه قرار. از 0 شروع میکنیم. 0 میشود نول. نول همون 0. حالا 0 که انگلیسیشه آلمانیش نول. 1 1 بچه دقت کنین ای آی صدای ای میدادا. 1 حالا نه آ نه ا، یه چیز وسطش. 1 2 2 یه بار نگاه کن، الان ویدیوش هم میبینی ولی 2 3 3 4 4 4 5 با او اوملاتا 5 5 نه 5 اوملات توی اون درس اول که راجع به حروف بود توضیح دادیم دیگه. اوملات یه او میاره 5 6 شب انگلیسیه 6 اینور 6 3 ها اس صدای چی میده؟ ایکس میده 6 7 7 8 8 9 9 ایو صدای اوی میداد و 10 سن. تأکید میکنم برای اینکه خیلی اول انگلیسی خیلی خوندن این 3 رو زغ تلفظ میکنن. ببین زوای نیستا 2 10 زن نمیشه. ما هنوز میبینیم بچه ها اومدن سطحهای بالا آیک تموم که ولی میگه زن. بابا زن نداریم که سن. یه گفتیم یه تسه نمیخواد خیلی زور بزنی حتما ت رو تلفظ کنید تسن مثلا، نه سن 2 سن. اوکی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ها هم تلفظ نمیشه. چرا؟ تمام شد چون دو طرفش حرف صدادار نیست. مثل چی؟ تو همین درس دیدیم زندگی کردن وونن تلفظ نمیشه. مثل رفتن مثلا با ماشین فاغن تو همین درس داشتیم دیگه، ها تلفظ نمیشد. اوکیه مطلبش جا افتاده. این از این نکات. hat es ihnen gefallen یعنی خوشتون اومد؟ hat es ihnen gefallen یه ویدیو ببینیم و حسن ختام گرامر درس اول باشه. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10